أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك إنهم کسایی که دارای صفاتا بودن، الذين کسایی هستند اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة که انتخاب کردن زندگانی دنیا را در بدل آخرت، در برابر آخرت. آخرت ماندن، دنیا را انتخاب کردن. فلا یخفف عنهم العذاب، تخفیف نمیشه و کم نمیشه عنهم از امی یهودی ها العذاب و عذابی که مقرر است مبالایشان، ولا هم ینصرون، و نه نصرت و مدد میشوند. قباحات و صفات که سبب انتقال خلافت شده از یهود به بنی اسماعیل، از بنی اسرائیل اولاد یعقوب و بنی اسماعیل اولاد اسماعیل علیه السلام، الله متعال قباحات از اینا را بیان کرد، صفات های قبیح از اینا را بیان کرد، با وجوده که معجزات بزرگ یهودی ها دیدن و با وجود از اینا کفر انتخاب کردن. الله یهود معرفی میکنه برای ما که اینا دشمنای خطرناک است و اکثر قوانینی که الله به اینا دستور داده، احکام عقیدتی و غیره، مشابه است با ما و شما. مثلا در آیه 83 الله گفت و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، وعده محکم از اینا گرفتیم که عبادت، بندگی و اطاعت نکنین بغیر از الله، هیچ کس دیگر، نبی باشه، ملک باشد، ولی باشه، هر کسی که باشد. ولی اینا این کار نکردن. اینا چی کردن؟ عبادت غیر الله را کردن. زیرا الله می فرماید که ثم تولیتم، اعراض کردین شما. با پدر مادرتان احسان بکنید. در دین اسلام هم است. و ذی القربی، با خویشاوندان و یتیما و مسکینا، بر مردم سخن نیک، سخن شایسته، سخن توحید بگوین، گپایی که دو خیر است. پابندی کنین به نماز، زکات بدین. در دین ما و شما هم است. یا اعراض کردن و دیگه الله گفت خون یک دیگر نریزانین، از خانه یک دیگر بیرون نکنین. اعتراف کردن. باز الله بیان کرد که شما کسایی بودین که یک دیگر میکشتین و از خانه بیرون میکردین. سعی کنین اینا در تجاوز، الله گفته بود یک دیگر نکشین، از خانه بیرون نکنین، تبعید نکنین یک تان دیگه تانا، از خانه یک گروپ دیگه گروپ از خانهش نکشه. این ظلم است، این حرام است. کشتن یک دیگر حرام است. اینا چی میکردن؟ و یک حکمی بود که یک دیگر نکشین، دوم حکمی بود از خانه نکشین، سومی بود که اگر اسیر شدین و اسیر خلاص کنین. هر کدام شما اسیر میشه، دیگه گروه پورا خلاص کنه. فدیه بتین، اسیرای تانا خلاص کنین. جربانه بتین، پیسه بتین، خلاص کنین. اینا چی میکردن؟ اینا سرچپه کار میکردن. اسیر که میشد یک حکم عملی میکردن. اسیر که میشد نفرایشان او را خلاص میکردن، پیسه جمع میکردن، خلاصش میکردن از کافرها، از مشرکین. از این نفرشان اسیر میشد پیش یک مشرک، اینا خلاص میکردن، ولی یک دیگر را میکشتن. کشتن که حرام بود، این کار را میکردن. از خانه تبعید میکردن که پرسانشان میکردی چرا ایتو میکنین؟ اسیر پیسه میتین، خلاص میکنین. اینا میگفتن که ما خود دین ماست، در دین ما همیست که اسیرای تان آزاد کنین، در کتاب ما همی است. باز برشان گفتم میشه خیلی چرا میکشین؟ در دین تان خوی هم است. و چرا از خانه میکشین یک دیگر تانا؟ با در اونجا میگفتن که اینا ما پیمان داریم، عهد و پیمان. با کی داریم؟ با کافرها. چون که ما کافرها در پیمان هستیم، وقتی که جنگ شود اونا جنگ کنن، ما مجبور هستیم که از اونا هستیم جنگ میکنیم. اینجاست که کشتار میشه. و اونا که غالب شدن یک شما را تبعید کرد و اونا مام که از اونا هستیم شما را میکشیم. اینجا چی میکردن؟ بعضی حکم الله را قبول میکرد که فدیه دادن برای خلاصی اسرا است، پیسه دادن، جرمانه دادن که اسیرشان خلاص شد. ولی قتل که حرام بود
به این عمل نمیکردن. تبعید مسلمان حرام است، به این عمل نمیکردن. بعضی احکام تورات قبول داشتن عمل میکردن، بعضش نه. الله به اینا میگه که این کفر است که بعضش قبول داری بعضش نه. در این وقت امی سیکولرها پیدا شدن. میگه بعض اسلام قبول داریم بعضش نه. این چیزی که است. چی را قبول داری؟ نماز، روزه، زکات، حج. یا اختیاری است، دلتا میکنین نمیکنین. ولی سیاست اسلام، قوانین جزاییشه، قصاص قبول ندارم، دستش قطع شود قبول ندارم، زنا حرام است قبولش ندارم، شراب حرام است قبول ندارم، حجاب فرض است قبول ندارم. اینی حجاب هم فرض است، او را قبول ندارم. یا سیکولر حال پیدا شده. خب اینا همیطور بودن. و سه قبیله کلان بود در مدینه: بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. بنو نذیر قبیله یهود است. این قسم کرده بود به همراه اوس در مدینه. دو قبایل کلان مشرکین بود، بت پرست، اوس و خزرج. بنو قریظه هم پیمان بود به همراه اوس و بنو نذیر به همراه خزرج، به همراه قبیله خزرج. پیمان چی کرده بودن؟ که هر کی جنگ ما جنگ، صلح ما صلح. جنگ که کردیم کل ما یک جای است، صلح هم کردیم یک جای است. باز اوس و خزرج که جنگ میکرد در بین خود، هیچ هم جنگ، یا چون کم پیمانش بودن اینا می آمدن، چون که در پیمان داخل شد مجبور بود که حالا بیاید دیگه بجنگه. اوس و خزرج که جنگ میکرد یا مجبور در بین خود میزدن. بنو نذیر، بنو قریظه، به خاطر که بنو قریظه به همراه اوس بود، بنو نذیر به همراه قبیله خزرج. قبیله اوس و قبیله خزرج که مشرک بودن، هر دوشان بت پرست بودن، جنگ میکرد. اگر که اینا جنگ نداشتن، ولی چون که اینا در پیمان اونا بودن، همی بنو نذیر و بنو قریظه یهود در پیمان از اونا بود، بازی ها می آمدن در جنگ شرکت میکردن. و اینجا بود که یکدیگر را میکشتن و باز اسیر میکردن و باز از خانه تبعید میکردن. مثلا اینال خزرج سر اوس زور میشد، که زور میشد اسیر میکرد نه از اوس. اینال در قبیله اوس بنو قریظه بود، نفرای از اونا را میگرفتن، که میگرفت باز قبیله بنو نذیر که یهود بود به همراه خزرج بود، بازی چی میکرد؟ این پیسه جمع میکرد، همی اسیرای بنو قریظه را آزاد میکرد. میگفت در دین که ما شریک است، در کتاب ما همیست که اگر کسی اسیر شد باید آزاد شد. با وجود که خودش جنگ کرده، خودش اسیر کرده، خودش پس پیسه میداد خلاصش میکرد. ولی هدف از این خلاص کردن اسرا و بندیا این نبود که به کتاب الله عمل کنند. اینجا یک منافع مادی بود، پول بود. چه قسم پول بود؟ وقتی که چند نفر بندی میشد، اسیر میشد، مثلا از قبیله بنو قریظه، بنو نذیر که به همراه قبیله خزرج هم پیمان بود، باز میگفت که ما خود دین ما همیست که پیسه جمع کنیم، باید تیره خلاص کنیم. از مردم میگفت بیارین پیسه. مردم که پیسه می آورد مثلا جمع میکرد 5 میلیون افغانی، از 5 میلیون 1 میلیونش میداد خلاص میکرد، 4 میلیون دیگر را به خود میگرفتن. اینجا منافع مادی داشت. با میگفتن که این در کتاب ما با حکم الله عمل میکنیم. مثال های ازی در این کشورها بسیار زیاد است. خب فهمیدین؟ کشورهای عربی همی علمتو میکنه، قصاص میکنه، دست شقطه میکنه، میگه این دین است، ولی دیگه کارا بسیار احکام دیگه اسلام عملی نمیکنه. چرا قصاص میکنه؟ به خاطر دی منفعتشان است. کسی خودش داده نمیتونه و نه یک نامش هم میمانده که اسلام تطبیق میکنه. امنیت باشد به فایده خودشان است، به فایده حکومتشان است. امنیت که باشه او را میکنه. دیگه اگر توی به این فرض عمل میکنی که حکم الله است، پس به این دیگه چرا نمیکنی؟ یک فریضه را ماندی، اگر این حرام ترک میکنی، چرا این حرام دیگر را ترک نمیکنی؟ عرب ها کلش هم میال میتونه، حکومت هایشون و دیگر ها هم میتونه است. خب جنگ که در بین
اوس و خزرج میشد، بنو نظیر بنو قریظه هم شروع میکردن، میجنگیدن. الله میگه فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، و بعض قرآن ایمان میارین احکام تورات، بعضش انکار میکنین. ای یهودیا، جزای شما رسوایی در زندگانی دنیاست، در روز قیامت به سختترین عذاب میرین. از این فهمیده میشه ایمان خدا را یاد دست داد. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینا کسایی هستند که دنیا را انتخاب کردند در بدل آخرت، یعنی آخرت ماندن، دنیا را گرفتن. و فلا یخفف عنهم العذاب، عذابی که مقرر است تخفیف نمیشه. مقرر چرا گفتیم؟ به خاطر یک حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که ضعیفترین عذاب به ابو طالب است در روز قیامت. چرا؟ ابو طالب کاکای رسول الله صلی الله علیه و آله، پدر حضرت علی داماد پیامبر صلی الله علیه و آله، بچه کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم است علی. ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و آله کمک کرده در مکه، دفاع کرده از پیامبر صلی الله علیه و آله. در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و آله میگه برازی یک جور چبلق آتشی داده میشه، نه عذابش هم میاد. اینا که میپوشه مغزش میجوشه، مغزش میجوشه، آتشی است. این میگه پایین ترین عذاب است، عذاب آتش است. چی قوا ویلا داره، ولی تو دیگه آوره که کل بدنش آتش است، اینطور نیم زیر کل بدنش هم میجوشانه. این قدر تیز آتش است. این حال ما اینجا گفتیم که تخفیف نمیشه، کم نمیشه از اینا، عذابی که مقرر است. عذابی که مقرر شد کم نمیشه، زیاد میشه کم نی. ولا هم ینصرون، ولا نصرت از اینا میشه. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. بدون شک ما دادیم، الله می فرماید که ما دادیم به موسی الکتاب، کتاب تورات، کتاب آسمانی که نامش تورات. و قفینا من بعدی بالرسل، پای در پای روان کردیم بعد از موسی بالرسل، به انبیا، بسیار رسولای الله فرستاده شدگان الله آمدن. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، دادیم ما به عیسی فرزند مریم البینات، معجزات بسیار روشن. و ایدناه بروح القدس، قوی کردیم ما اینا به روح پاک که جبرائیل است. فکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، یا هر وقت که می آمد به شما رسول پیامبر، بما به او احکام، لا تهوى که خوش نداشت، انفسکم نفسای شما، استکبرتم استکبار می کردین، شما قبول نمی کردین. ففریقا کذبتم، یک جماعت انبیا را تکذیب می کردین. و فریقا تقتلون، و دیگه جماعت انبیا را می کشتین. یک گروپ می کشتین، یک گروپ تکذیب انکار می کردین. در اینجا در آیت قبلی الله از بنی اسرائیل یهودی ها گپ میزنه. در این آیت الله ای را بیان میکند نعمت هایی که به اینا دادگیست و جرم جنایتی که اینا کردن و از نعمت الله انکار کردن. و اینجا دیگه قباحاتشان را بیان میکند که شما انبیای خود کشتین، چقدر نبی را کشتین، چقدر را تکذیب کردین. عیسی علیه السلام قبول ندارن امیال امامی یهودی ها، الله یعظ بالله، استغفر الله. یا میگن که عیسی چیز است، ولد زناست، میگه از زنا پیدا شده، به خاطر که مادرش مریم است و این پدر نداشت. اینا میگن نه پدر نداشت به خاطر که زنا کرده. میگن اینطور امیال. و مریم میگن این بدکار است، الله یعظ بالله، میگن زانی است. در حالی که قرآن ببینی پیدایش عیسی بدون پدر یک معجزه است. الله این کار کردگیست. ولی یهودی هم اینطور میگن. عیسی علیه السلام که آمد الله در بنی اسرائیل روانش کرد، اینا قبول نکردن، مخالفت ها کردن، تا اینکه تصمیم گرفتن که عیسی علیه السلام شهید بسازند. الله متعال عیسی را در آسمان ها بالا کرد.
یا مشابهش کشتن. امیال یهودی ها افتخار میکنند که ما عیسی را کشتیم. امیال میگن که ما عیسی علیه السلام کشتگیستیم، دار زدیم میگن. ولی فعلا امی نصرانی ها با امرای یهودی ها متحد است. با وجودی که عقیدهشان این قسم است. مسیحا عیسی را خدا میگه و اونا میگن که نه، حرامی و حرامزاده، ما این را کشتیم. قدر فرق هم داره. چرا متحد شدن؟ اینجا اینا مسئله دین ماندن، که دین کار نداره. جدای دین و سیاست، حکومت، زندگی. این سیاست مدارایشان دین ندارن. تماما سیاست مدارای کیسویستن یا مسیح به دین پابند نیستن. به دین. و تماما سیاست مدارای یهود دیندار نیستن. کلش سیکولار دین از زندگی جدا کرده. اینا یک دین نو جور کردن، دموکراسی و سیکولاریسم. دو دین نو با امرای یک دیگه باید متحد است. نوش چی؟ سیکولار. ولقد آتینا موسی الکتاب، بدون شک ما دادیم اعطینا به موسی الکتاب، کتاب آسمانی، تورات. این یهودی ها دعوا میکنند که پیامبر ما موسی است، کتاب ما تورات است. الله داده بود در اول همیتو بود. و قفینا من بعدی بالرسل، روان کردیم بعد از موسی علیه السلام در نقش قدم موسی بالرسل انبیاء را، یعنی الکثیر من الرسل، بسیار انبیاء را روان کردیم. بعد از موسی علیه السلام بسیار انبیاء آمده، این قدر زیاد. ولی کلش کتاب آسمانی چی بود؟ تورات. فیصله به مون میکرد. زبور داود علیه السلام، سلیمان بعد از موسی آمده. دو کتاب احکام نبود، دو فضائل بود. فضائل کل انبیاء بنی اسرائیل به تورات فیصله میکرد. یک کتاب بسیار قوی کلامشان. الله حکم میکرد نبی را که تو برو، ولی همین کتابی که مردم ترک کرده عمله یار دعوت بده به تورات. میامد به تورات دعوت میداد. و اتینا عیسی ابن مریم البینات، دادیم به عیسی فرزند مریم البینات، معجزات بسیار روشن به نبوتش، که مرده را زنده میکرد، مرض پیش دست سرش کش میکرد جور میشد، مرده را میگفت قم باذن الله، استاد شو با حکم الله استاد میشد. دیگه کور مادرزاد، یک کسی که از مادر کور میبود سرش دست کش میکرد جور میشد. این معجزه بود. الله این معجزات بر عیسی داد تا که اینا ایمان بیارن، اما اینا ایمان ناوردن. همین یهودی ها خوب معجزات دیدن، ایمان ناوردن. و ایدناه بروح القدس، قوی کردیم ما عیسی علیه السلام به روح پاک. و روح پاک چی؟ جبرائیل علیه السلام. اگر که بعضی ها گفته انجیل است و بعضی ها یک چیز دیگه، ولی جبرائیل قوی چی معنا؟ هر جایی که می بود جبرائیل به امرایش می بود. جبرائیل علیه السلام. دیگه بیام جبرائیل آمده ولی به امرای ازی دائمی می بود. اکثر اوقات به امرایش می بود. این فرقش است. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، این هر وقتی که می آمد بر شما رسول پیامبر بما، با او احکام قوانین لا تهوى که خوش نداشت، انفسکم نفسای شما، مخالف خواهشاتتان می بود، چی می کردین شما؟ استکبرتم، تکبر می کردین، خدا کلان می شماریدین. از چی؟ از تابعداری امی انبیا، تابعداری نمی کردین. یک طایفه انبیا را ففریقا کذبتم، انکار می کردین، نسبت دروغ می کردین، و طایفه دیگر که فریقا تقتلون می کشتین. پس الله اینجا نهایت قباحتشان را بیان میکنه. و با رسول الله صاحب میگه که این یهودیایی که موجود است در مدینه از قباحات پدرایشان یاد بده که انبیا را کشتن. حالی که اینا کفر میکنن، تابعداری از اسلافشان میکنه، پدرایشان، نیاکانشان انبیا را کشته، یا ایمان نمیارن و میخواهند که خاتم النبیین به قتل برسند. این خطاب به یهودیایی است که در مدینه بود.
قباحات کی را بیان میکنه؟ پدرایش. اشاره به سوی عزیز که الله میگه که ای یهودیای فعلی، شما مثل پدرایتان در کفر شرک پیش قدم هستید. همو تو هم کردن. بنو نذیر تصمیم گرفت که رسول الله صلی الله علیه و یک سنگ زیر درخت زیر دیوال بود که یک سنگ پرت جا به جای کنه پیامبر. جبرائیل خبرش داد، رسول الله صلی الله علیه و به تیزی برآمد، با وجودی که تعهد کردند. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و از مکه به مدینه آمد، همین سه قبیله یهود تعهد کردند که ما وفادار به دولت اسلامی هستیم، به این حکومت، به این نظام، به این جامعه، که شما جنگ نداریم، دشمنی نداریم، دینتان هم قبول نمیکنیم. رسول الله صلی الله علیه و گفت صحیح است، شما به میعهدتان وفادار باشید، دشمنای ما را کمک نکنید، بیرون امن هستید. ولی ظالما از داخل دسیسه جور کرد. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و میره باز حکم میکند که بنو نذیر جلا وطن شود، تبعید شود. میگه شما عهدتان شکستاندید. این تو ظالما بودن اینا. بسیار وعده خلاف وعده. خب هر کافر هم اینطور است. هر کافر هم اینطور است. اینا باز بسیار دیگه بدترین هستند. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. وقالوا میگوین یهودیا قلوبنا دلهای ما غلف در پرده است، بل لعنهم الله بلکه الله لعنت کردگی سینا را بکفرهم بسبب کفرشان، فقلیلا ما یؤمنون بسیار کم از ایمان میارن، کمشان ایمان میارن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله را دعوت میداد یا چی میگفتن؟ دلهای ما در پرده است، یعنی ما گپای تو را نمیشنویم، گپای تو را ما درک نمیکنیم. هرچی که تو میگی رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن ما حفظ کردن نمیتونیم. میخواستن که مسلمانان را از ایمان آوردن یهود ناامید بسازن. میگفتن همین چیزایی که شما میگین این در مغز ما کار نمیکنه، چون که ما از خود دین داریم و کتاب داریم، همین چیزا در ذهن ما هست. دیگه غلف غلاف گرفته شده. غلف با معنای ازی که دلهای ما پر از علم است. غلف یک ظرفی است که دهی پر از علم است، هیچ مواجهت نداریم به دیگه گپا. گپای شما را ما کار نداریم، خود ما علم داریم، بسیار علمای کلام داریم ما. یهود علما داشتن راستی، کتاب داریم، عالم داریم. گپایی که تو میگی رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن این گپا سر ما کار نمیکنه، ما از خود علما داریم، از خود کتابا داریم، ما شما را قبول نمیکنیم. وقالوا قلوبنا غلف میگویند دلهای ما در پرده است، لا تفقه نمیفهمند. الله بر از اینا میفرماید که بل لعنهم الله بکفرهم، بلکه الله اینا را لعنت کرده است، دور کرده از رحمت خود. لعنت چی؟ دورشان کرده، محرومشان کرده از رحمت خود به سبب کفرشان و گمراهیشان. فقلیلا ما یؤمنون، کم از ایمان میارن. قلیلا بعضی ها میگه که صفت است از برای مصدر، ایمانا قلیلا، ایمان کم است که ایمان میارن. یعنی ایمانشان چی معنی کم است؟ بعضی احکام تورات قبول داره، بعضش نداره. یک معنیشان. دومی که در یک کم زمانه ایمان میارن، یک روز دو روز ایمان میارن باز میره کافر میشه. و سیوم چی؟ سیوم معنایی که کم نفرای از اینا ایمان است، تعداد کمی از اینا ایمان میارن. بسیار کم بود کسایی که ایمان آورده بود. عبدالله ابن سلام تابعدارایش بود. پس آل یکم دفعه مثلا ما شما این صفت یهود است، میگفت دل ما از علم پر است، قلب ما، مغز ما، حافظه ما به علم شما ضرورت نداریم. مثلا ما یک کسی که انجینری را خوانده، دکترا گرفته، اسلام نمیفهم، میگم بیا بخوان تفسیر بخوان قرآن و حدیث، میگم من خودم دکتر هستم، نه دکترا دارم. 25 سال ما تحصیل کردیم، 20 سال تحصیل کردیم. حال تو چی را یاد کردی؟ انجینری را خواندیم. خب انجینری جدا هستن. خب انجینر چی را میگه؟ دهقانه. دهقان گلکار با سواد. حال تو خود گلکار با سواد است. اونو گلکارای دیگه بی سواد، اون خشت میمونه، تو با سواد نقشه برش میدی. حالا
فرق بین تو از اون نیست. زراعت که خان خود دکتر میگه، گفتم تو دیقان هستی، دیقان بی سواد میپرته، تو با سواد هستی میگه تو کن. خلاص یک دیقان پیشرفته، او گلکار پیشرفته، حالو خود تو را علم قرآن برات نمیته. و دیگه ش میگه ما در ژورنالیسم میگه ما ای تو دکترا دارم. حالا ژورنالیسم خبر است، بخوانو خبره بگو، از منابع بگو بیان کن. این خو علم نیست، این خو هنر است، کسب است، خب حرفه است، پیشه. مثل که یک دیقان بی سواد حرفه داره، یا مثل که گلکار بی سواد یک حرفه است، هم یا ژورنالیست هم یک حرفه و کسب است. همین قسم حقوق است یا دیگه است، کلش یک حرفه و کسب است. علم خود جداست، علمی که زندگی تا تنظیم میکنه قرآن است، این را بخوان. مثلا ما عالم قرآن هستم تا یک جای الحمدلله، ما این تو که مریض شم خود تداوی نمیکنم که بگم ما والا قرآن خواندیم حاجتی دیگه دکتر نیست. پیش همین دکتر میرم با وجود قرآن رو نمیفهمم، عالم نیست، میگم دکتر صاحب مرا آمدیم پیش. این هر چیز از خود جای داره. اونا میگفتن ما کتاب داریم، خود ما میفهمیم، ما به این چیزا ضرورت نداریم. غلفن، دلای ما پر از علم است. این تکبر از یهود بود. خب ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هر وقت که آمد به اینا به یهودیا کتاب من عند الله از جانب الله، مصدق لما معهم تصدیق میکرد و کتابی را که به همراه از اینا بود. و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، بودن اینا پیش از آمدن قرآن یستفتحون خبر میدادن با آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله الذين كفروا، با کسای کافر مشرک بودن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هر وقت که آمد اینا را آنچه که اینا شناختن پیامبر، کفروا به کفر کردن به پیامبر و قرآن. فلعنة الله علی الکافرین، لعنت الله به تو کافرا. الله اینجا دیگه قباحتشون بیان میکنه که پیامبر خوب شناختن، قرآن فهمیدن که حق هست، قبول نکردن. اینی مغضوب علیهم که ما گفتیم، همون کافری را میگه که عالمانه کافر باشه، علم داره کفر میکنه، علم است کفر میکنه. ولما جاءهم، هر وقت که آمد اینا را کتاب از جانب الله. این کتاب چی است؟ قرآن عظیم که با خاتم النبیین نازل شدگیست. مصدقا تصدیق میکرد لما معهم، او کتابی را که به همراه از یاست. او چی بود؟ تورات تصدیق میکرد. در عقیده و در اخلاق بسیار احکام مشابه از بود، ردش نمیکرد. اینا چی بودن؟ و کانوا من قبل، بودن پیش از آمدن قرآن و پیش از آمدن پیامبر یستفتحون، چی میکردن؟ یستفتحون یستنصرون، طلب مدد میخواستن بر رسول الله صلی الله علیه و آله اعدائهم، در برابر دشمنایشان که الذین کفروا، کافرا بودن. چی میگفتن؟ اللهم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، یا الله ما را نصرت کو با نبی که فرستاده میشه در آخر زمان. الذی نجد نعته فی التورات، که ما صفت از این را در تورات میبینیم، پیش ما است. چی میگفتن؟ این تو دعا میکردن که نزدیک است که پیامبر آخر زمان بیاید، یا الله این پیامبر بیار نبی آخر زمان به دنیا بیارش که ما که از یک جای شویم، در نیرو لشکرش داخل شویم و به همراه کافرها و این بت پرستا بجنگیم. این تو دعا میکردن، اونا را میترساندن نبی آخر زمان میه ما کتان کار داریم. مثل که حال بعض مذاهب میگه امام آخر زمان آمد باز ما کتان کار داریم. کل تا نگه نکشتیم تو نکدیم. وقتی که آمد یا کفر کردن. حالا هم تو امام آخر زمان به اولین کسی که سنگر میگیره همیاس علیه ازو. خب همین مردم هست، یقین کنید. بخاطر که عقیده و عزیز زمین و آسمان فرق داره. خودشان هم میگه ما روایات داریم
یا امام آخر زمان که میگه بسیار آخوند میکشه. خب آخونه میگه بعد آخوند میکشه، خون جاری میشه در جویا. بیخی ما سیدی شدیدیم ویدیوش با دیگه خنده میکنه، خود امبولانش هم خنده میکنه. میگه راست بگو میکشه؟ کی رو میکشه؟ میگه این ما را زیاد میکشه. میگه ما آخونا را زیاد میکشه. میگه روایت داریم که زیاد مولا را میکشه. از این فهمیده میشه که میاد در برابرش قرار میگیرن. نه خودشان هم میگه میگن، خودشان تصدیق میکنن. البته یه آخوند که گپ میزد میگه مرا نه، ولی مثل ما واری آخونا را میکشن. یعنی من خود دوستش دارم، در حالی که عقیده از این مخالف از او است. او که بیا ایران میکشه، خودم میرم. گفت چقدر هم میکشه؟ گفت بیش از 500 آخونا میکشه. خودش گفت تعدادش هم گفت. و این مولای قوی مفتی عمیه را زیاد میکشه. روایت داریم ما، روایت در کتابای ما. آلیا و چی میگفتن یهودی ها؟ نبی آخر زمان آمد، صبر کنین، میاید وقت خروجش نزدیک است که بیرون شود. ما ایمان میاریم، در لشکرش داخل میشیم، با اسکت شما کار داریم. لاقتلنکم قتل عاد و ثمود. ایتو میکشیم مثل که عادیا و ثمودیا را کشت. الله مردار کرده. یک وقت بچه ابو جهل کربل نام داشت، او را گفت که او کدام گپ شد، جنجال شد. گفت برو. گفت باش که نبی آخر زمان بیا، باز من کتت کار دارم. او پرسان کرد که چی میگه؟ گفت میگه نبی موعود میه، موعود وعده شده. خب گفت چی میگه؟ گفت میگه که با ما یک جای میشیم، کتت شما کار داریم. گفت برو. گفت دیانه ما را از او میترسانه. امی علماء یهود، خود یهودی ها، فلما جاء ما عرفوا کفروا به. هر وقت که آمد ابو نبی که اینا دعا میکردن، یستفتحون، یک معنا می یستنصرون، طلب مدد میخواستن. دو معناش یستفتحون از فتح به معنای خبر میدادن اینا با کافرها را کی میآید. سه معناش طلب میکردن، خبر آمدن آخری نبی را طلب میکردن. استفتاح طلب خبر که پرسان میکردن در مکه می آمدن سابق، میگفتن آیا نبی آخر زمان مبعوث شده نشده؟ پرسان میکردن. اونا میگفتن تا بال خود چیز گپ نیست، باز میرفتن. یعنی تورات قسمی بود که اینا فهمیدن که آل نزدیک است، که این نبی آل میبراید دیگه. حتی در روایت ابن کثیر بیان میکنه که قد قرب زمان، بدون شک نزدیک شدگی زمانایی که یخرج نبی آخر زمان، نبی آخر زمان بیرون میشه. ولی رسول الله صلی که آمد، اینا دین خود تحریف کرده بودن، ریاست داشتن در مدینه. و چیزی که آورد عقیده از اینا را رد میکرد، اعمالشان. یا جبه گرفتن، گفتن نه ما قبول نداریم. فکر کردن که ما قدرت از دست میتیم، درآمد و مالیات که میاییم از دست میتیم، از مردم پیسه میگرفتن، دشمنی کردن. فلما جاءهم ما عرفوا، هر وقتی که آمد به اینا چه که شناختن، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب شناختن، کفروا به، کفر کردن بر رسالتش. فلعنت الله علی الکافرین، لعنت الله به یهودیایی که کفر کردن به خاتم النبیین، به خاتم انبیا. لعنت الله به اینا. ای تو کافرها حق شناخت قبول نکرد. و اولین کافرها اوی شدن، نه در مدینه، ولا تکونوا اول کافر، اول کافر انبیا شدن. سنگر گرفتن، قبول نکردن. اقدام به قتل رسول الله صلی الله علیه و کردن، تصمیم گرفتن چند بار. بنو قریظه در جنگ احزاب به امرای مشرکین دست یکی کرد که داخل بخیزه. بنو نذیر خواست که رسول الله صلی الله علیه و به قتل برسانه. الله تو ذلیلشان کرد. بنو نذیر جلاوطن شد، تبعید شد. بنو قریظه جوانش کشته شد دیگه. کل جزیره عرب رسول الله گفت اخرج اليهود من جزیره العرب، از جزیره عرب بکشید. کشیدشان، برید کنید. این از فلسطین، از کل جا برآمدن. بعد مثالای قرن 19 این بیدینا کار کردن. در قرن 20 بین حیث مهاجر آمدن در اسرائیل، فلسطین. پس هم دعوا کردن که خاک خود ماست، گرفتن به زور گرفت. حال
یک کشور تأسیس کردن که به نام چی است؟ اسرائیل. در کجاست؟ در پهلوی فلسطین. این هم یهود است، نسل هم یاست، نسل این مردم. و میبینید که امروز دیروز اخبار دیدم که 4,500 فلسطینی را یا دستگیر کرده، 165 تاش زنا و بیش از 500 طفل و ظلم و شکنجه و کشتن و یا خود زیاد است. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس بعد از آن چیزی که اشتروا فروختن الا بهی به او انفسهم نفسای خدا را ان یکفروا. و چی بود که فروختن؟ ان یکفروا، این که کفر کردن بما انزل الله، به آنچه که الله نازل کردگی است، قرآن. چرا کفر کردن؟ بغیان، بغی به معنای ضد و عناد، از جهت ضد و عنادی که داشتن. در چی ضد داشتن؟ ان ینزل الله، این که نازل میکند الله من فضله، از فضل خود، علی من یشاء من عباده، و بالای کسایی که بخواهد از بنده های خود. کو رسول الله صلی الله علیه و ترسیدن یا به این خاطر ضد کردن که چرا نبوت به این داده شد به عرب. فباءوا بغضب علی غضب، گرفتار شدن به غضب به بالای غضب. وللکافرین عذاب مهین، از برای کافران عذاب رسوا کننده است. الله در اینجا قباحتشان بیان میکند. بئس ما به معنای شیئون است، یک چیز بسیار بیارزش. اشتروا به معنای باو، فروختن. بئس شیئا، بد بود آن چیزی. اشتروا یعنی باو که اینا فروختن، به مو چیز انفسهم نفسای خدا را، با او چیز نفسای خدا را فروختن. او چی بود؟ ضد و عناد قومیت، به خاطر یک چیز بسیار ناچیز، مال دنیا و پول و پیسه و قومیت، به می خاطر نفس خدا را فروختن. اشترا اگر که به معنای خریدن است، ولی از جمله ازداد است. از بعض جا به معنای فروختن میاد، بعض جا به معنای خریدن میاد. اینجا به معنای فروختن است. بیشه که به معنای اشترا خریدن هم میاد. بد بود آن چیزی که یا خریدن. او چی بود؟ ای یک فرو، کفر خریدن، ایمان ماندن. یا فروختن به او فروختن چی بود که او را فروختن؟ ایمانی که داشتن با کتابای سابقه، او را فروختن. و چی را گرفتن؟ ای یک فرو، کفر را گرفتن. ای یک فرو بما انزل الله، که کفر کردن با آنچه که الله نازل کردگی است. او چی است؟ قرآن که الله این را نازل کرده. بغیان، حسدن، از جهت حسد و طلب ضد و عنادی که یا حقدار از او نبودن. ای ینزل الله من فضله، این که الله نازل کرده از فضل خود، علی من یشاء من عباده، با آن کسی که الله خواست از بنده خود. یعنی چرا الله وحی را نازل کرد با او بندش که کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و و او عرب بود، عرب خالص بود، قریشی بود. چرا به قریشی را نبی جور کرد؟ چرا از قوم ما یهود نبی نشده؟ خوب شناختن حق هستی ولی قوم لیستی، قبولت ندارن. اینی مرض فعلا در این وقت وجود داره. حتی خانه یک کسی میری، این ما آدم خوب دیندار آمدیم، خوب مردم هستین، دیندار هستین، انتقاد ندارم، ولی قومم لیستی. قوم که نیستی قبولت ندارم. این تو میگم. ما غیر از قوم میگه که دیگه کس خویشاوندی نمیکنه، خود به خودیستیم میگه او و ما.
ما قوم خدا ترجیح میدیم. حتی امیال در انتخابات هم که شما ببینید هر کی به قوم خود، هر کس به قوم خود، هزاره، پشتو، ازبک، فارسی اکثرشون. تاجک بکشیش به غیر از تاجک چی نمیکن. پشتو هر چی که باشه میگه زمون دجو بده خیر ده. هزاره هر چی که باشه هزاره باشه. ازبک هر چی که باشه ازبک باشه. خلاص هر چی که باشه. رهبران را شما میبینید نه؟ خدا کاندید میکنه هر کس قومش میاد برش رای میده. اگر بگویی که خود سواد هم نداره بی عقل جاهل است میگه خیر است قوم خواه است. این مرض کی است؟ مرض یهود. این مرض تعصب قومی سبب شد که یهود با خاتم النبیین قرآن ایمان نبیاره. یعنی تعصب انسان به کفر میکشانه. واقعا یک وقت ما شنیدم یک مولوی گفت که اگر اینی رهبر اینی آدم رگ رگش بندش اسلام صدا شود، اسلام اسلام اسلام، اینی رهبره. گفت قبولش ندارم. مولوی بود خودش. ولی گفت اینی رهبر که رهبر ماست نامش گرفت، اگر بندش صدا شود کفر 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 کافر شدیم، از وجودش هم کفر صدا بره، گفت قبولش دارم. خودش مولوی بود. قرآن 9 بار با تفسیر خوانده بود. 9 بار. فهمیدید؟ امی گپه که گفت من گفتم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. کافر شدی گفتم. ایمان کلمه تا بخوان. گفت اینمی تو هستم. ایمان داره؟ نه. اینی مرض در افغان است در اینی مردم. ایمیانی هستند. علیه گپ سخت باید نفرت داشته باشه. هر کسی مرض داره یهودی است. رسول الله صلی الله علیه و فرمود لیس منا من دعا الی العصبیه. نیست از امت ما تابعدار ما کسی که به قومیت دعوت میکنه. و من قاتل علی العصبیه، و خاطر عصبیت می جنگه. و من مات میتتا جاهلیه، به مرگ جاهلیت میمره. شما به خاطر همین جنگای قومی چقدر اینجا شد نه؟ دیدید مرگش جاهلیت است. اگر که خودشان شهید قهرمان به خاطر قوم مرده، به خاطر تنظیم. این مجاهدین که آمدن در کابل جنگی چی بود؟ قوم و تنظیم بود نه؟ جنگ اسلام نه. بسیار خطرناک است این گپه. به می خاطر من میگم که اگه خوب است که همی اقوام عقیده باشن، یکی که دیگه پیشاوندی تو داخل شد همی گپا از بین برم. علیه گپ سخت مبارزه شد. قوم ما خو پدر مادر ما آدم است. الا کلکم من آدم و آدم من تراب. انما المؤمنون اخوة. کسی که ایمان داره برادرت است، هر کی که باشه. حالا رسول الله صلی الله علیه و آله بلال حبشی سیاه‌پوست بود نه؟ مؤذن رسول الله صلی الله علیه و آله. صهیب رومی. سلمان فارسی را چی گفت؟ سلمان من اهل البیت. سلمان اهل بیت من. به خاطر که فارسی بود، ایرانی بود، گفت کسی نگوید که ایران است. ما که میگیم ایران خوش نداریم یا ظالم است، به خاطر حکومتش ظالم است. اگر ایرانی را من حیث ازی که از ایران است من نمیبریم. همون ایرانی که عقیدهش خراب است، ظالم است، به مخالف قرآن عمل میکند، اونمو ایرانی را دوست نداریم. ما به خاطر الله بد میبریم. الحب لله و البغض لله. محبت ما به خاطر الله، بغض داریم به خاطر الله. نمیالی که ما شما یک دیگر دوست داریم به خاطر الله با شما. بسیاری وقت ما یک کسی را نمیفهمیم از کجا است. میگه تو رفیقت فلانی است، از کجا است؟ ما گفتم پرسان نکردیم. تا بالا میگه نشناختی. گفتم نیچ. و هم از ما پرسان نکنه، شاید مرا بشناسم. باز پرسانش کردیم که جایتان از کجا است؟ گفت از اینجا. اگر که جای پرسان کردن گپ نیست.
و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارف، یک دیگر هم بشناسید. خوب از جایش هم بفهمید. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان. خواهر بود خواهر مسلمان است. لا یظلمه، ظلم نمیکنه، ولا یخذله، نصرتش ترک نمیکنه، ولا یسلمه، و دشمن نمیتش. پس کسی که ایمان داره برادرت باشه. از برادر پیوند و ارتباط ایمانی از نسبی کده باید بالا باشد. از نسبی کده باید بالا باشد. دیگم جا خواستگاری میرن خانه یک کسی خوب دیندار نمیده. از قوم خودش بچه کاکایش عمه و یا یک لوچک آدم است. بر از او میته. چی میگه؟ این خود قومم بود که دادم. این مردار خور پلیده. قومم بود. برای چرا ندادی؟ گمش که هرچی که باشه قومم نباشه خوشش ندارم. این تو میگه. خب مسلمان هستی؟ الحمدلله. حاجی را دیدیم نهج رفته پیش بیت الله. گفتم به کل مسلمان ها دعا کن. گفت به یک قوم نمی کنم. یقین کنید. پیش روی بیت الله. این کتاب هم خونده. خود همین تو از جمله ما شما حساب میکنم. میگه شما را دوست دارم. میگه من به مذهب تنها این تو نمیگم که هر گپ مذهب قبول دارم. گفتم چرا؟ این تو کد زبان. گفت زبانش لزبانم نیست، هم زبانم نیست. یقین که در زبان زن پیش روی بیت الله ششته بود. حجم فرضی بود. گفت که مولوی صاحب یادم میاد. خب همین تو شد و بعد از او آدم سر من بد خورده. خب بعد از او آدم ما بد دیدیم به خاطر الله. ما قصر از او کارم کرده بودیم. من گفتم شاید خوب شده باش، نشدم. این تو کرد. اینی که نباشه گفت نه نکو. گفت زبانو میگ نمیگرده که مخالف زبان خدا برش دعا کنم. الله گفتم استغفر. گفتم حجت برباد است. خب گفت نه گپار نگو. این قرار ششتا پیش بیت الله. جایم به من انداخت، جای نماز خودم داد، بسیار احترام کرد. گفت هر چی بگویی گفت این گپ قبول ندارم. خب هر کی کسی من میگم اینطور است والله علم ایمان نخواد ببره. این صفت کی است؟ یهود است. یهود و رسول الله هم گفته بود که هر صفتی که در یهود است در وجود شما میآید، نه داخل میشه. لتتبعون سنن من قبلکم، حتمی تابعداری میکنید طریقه که پیش از شما مردم تیر شد. صحابه گفت که الیهود و نصارا، پیامبر صلی الله علیه و آله گفت فمن حکی، بله گفت یهود نصارا. این حدیث بخاری است. گفت شما تابعداری میکنید کاری که یهود کرده، گفت شما میکنید. در این امت پیدا میشه. واقعا عین کاری که یهود کرده ما دیدیم. همینطور است. پس الله میفرماید که بئس ما اشتروا به انفسهم، چرا ان یکفروا، کفر کردن به ما انزل الله، چرا بغیان، حسدن، عنادن، بخاطر حسد و کینه. ایولزل الله لای، بخاطر که حسد و کینه بخاطر چی؟ لایولزل الله، ای که الله نازل میکند از فضل خود علی من یشاء من عبادی، با او کسی که از بندش میخواد که رسول الله صلی الله علیه و محمد ابن عبدالله. چرا رسالت به این داده شد؟ قبول ندارم. فباءوا بغضب علی غضب، گرفتار شدن به یک غضب به بالای دیگه غضب، بازگشت کردن به غضب الله. او یک غضبی بود که به کتاب خود کفر کردند، یک غضبی بود که به آخری پیامبرم کفر کردند. دو نوع کفر، دو نوع عذاب است. وللکافرین عذاب مهین، الله میگه یا کافر است، از برای تو کافرها عذاب رسوا کننده است، شدید اهانت کننده که ذلیلشان میکنه. چرا؟ زیرا کفر از اینا سببش تکبر بوده و حسد بوده. پس الله جزای زیرا به چی داد؟ به اهانت و رسوایی. الله ذلیلت میکنه، الله رسوایت میکنه. کفرشان مطابق عملشان است. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم
قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. وقتی که گفته شود برای یهودیا آمینو ایمان بیارین بما انزل الله با آنچه که الله نازل کرده قرآن. قالوا میگوین نؤمنو بما انزل علینا ایمان میاریم با آنچه که نازل شده با بالای ما و یکفرون بما وراءه کفر میکنن با ما سوای تورات و هو الحق مصدقا لما معهم در حالی که قرآن حق است مصدقا تصدیق میکند لما معهم آن کتابی را که به همراه از ایناست توراته. قل بگوی پیامبر فلم تقتلون انبیاء الله چرا کشتین انبیاء الله را من قبل پیش از قرآن و پیامبر ان کنتم مؤمنین اگر شما ایمان دارین. در اینجا الله دیگه قباحت از اینا را بیان میکند. یهودی ها را وقتی که دعوت میداد پیامبر سلام صحابه که ایمان بیارین به قرآن اینا میگفتن به او کتابی که با ما نازل شده یعنی به موسی به قوم ما به او ایمان میاریم و دیگهش قبول نداریم. الله متعال می فرماید خوب متوجه باشید تورات قبول دارین چرا؟ اگر به خاطر حقانیت است و قرآن هم حق است و عقیده قرآن بیان میکنه و مشابهت دارد در حق بودنش با قرآن. چرا تورات یک حق قبول دارین دیگه حق قرآن است قبول ندارین؟ اگر ده حق باشه و دلیل الزامی را میگه که وقتی که شما قرآن قبول ندارین تورات هم ندارین. چرا؟ به خاطر که اگر شما به تورات ایمان داشته باشین در تورات قتل انبیا چی است؟ حرام است. فلم تقتلون انبیاء الله چرا انبیا را کشتین؟ اینجا الله رد میکنه به بالایشان که شما بیدینا قبول ندارین ناق میگین که ما این کتاب قبول داریم مور نداریم. دروغ است این گپ. مردم فریب میتین دروغ میگن این را دارم قبول او را ندارم. اینجا بسیار یک رد قویس به بالای اینا. پس از این فهمیده میشه که چیزی موافق خواهشاتتان باشه قبول داره؟ نبود نه. و اذا قیل وقتی که گفته شود از برای یهودیا آمینو ایمان بیارین بما انزل الله با آنچه که الله نازل کرده قرآن و صدقو تصدیق کنین تابعداری کنین قرآن ایمان بیارین تصدیق کنین تابعداریش کنین. قالوا اینا میگوین چی میگوین؟ نؤمنو بما انزل علینا کفایت میکنه ایمان آوردن به او کتابی که نازل شده به ما یعنی ما که تورات نازل شده ایمان داریم همین کفایت میکنه در مؤمن بودن ما همین کفایت میکنه. ما قرآن قبول نداریم ما هم تورات ایمان داریم تورات قبول داریم. و یکفرون بما وراءه الله می فرماید که کفر میکنن انکار میکنن با آنچه که ماسوای چی است؟ تورات است. غیر از تورات دیگه قبول نداره قرآن قبول نداره با وجودی که و هو الحق با وجودی که قرآن حق است. خوب میفهمن مصدقا لما معهم موافق است از برای آن کتابی که به همراه از اینا است یعنی با تورات موافق است. پس اگر هدف ای است که تورات حق است خو هم حق است چرا این قبول نداری؟ ولی ای که میگن که ما ای حق قبول نداریم میره داریم از این فهمیده میشه که دروغ است. امی ایمان به تورات هم که میگن داریم دروغ است. مردم فریب میتین. اینا الله یک دلیل الزامی میگه بسیاری دلیل قوی است. قل بگوی پیامبر فلم تقتلون انبیاء الله چرا انبیا را کشتین؟ کشته بودین یعنی در گذشته من قبل اگر ایمانتان به تورات صحیح باشد چرا انبیا را پیش از آمدن قرآن و پیامبر کشتین؟ چرا؟ ان کنتم مؤمنین اگر شما به تورات ایمان دارید چرا کشتین؟ آیا در تورات کشتن انبیا جایز بود؟ یعنی چی معنا؟ دروغ میگین. از این چی فهمیده شد که اینا بسیار انبیا را کشتن؟ در آیت قبلی هم ما شما خواندیم در آیت های گذشته هم تیر شد که ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون یک جماعت انبیا را میکشتین یک جماعتش را تکذیب میکردین. اموشی که زورشان نمیرسید او را تکذیب میکردن انکار اوش که زورش میرسید او را میکشتن. این تو نبوده که بعضی انبیا را چیز کردن زورشان نرسیدن. از این فهمیده میشه که انبیا علیه السلام در راه دعوت شهید شدگی هستند کشته شدند.
قرآن صراحتا میگه ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. این آیت در سوره آل عمران است. کسایی که انبیا را میکشن و تابعدار انبیا را، اینا از برای از اینا عذاب دردناک است. فبشرهم بعذاب أليم. اولئک الذین حبطت اعمالهم، اعمال نیکشان برباده. کشتن نبی کفر است، کافر میشی. و اولئک هم الخاسرون، و اینا هلاک شوندگان هستند. مفسرین میگه که در یک روز 12 نبی را کشته. میامد دعوت میداد، 2 نفر 3 او را میکشت، دیگه میامد دیگه تا بیگاره. بعضی ها میگن که در یک روز 40 پیامبر را کشته است. الله دیگه را روان میکرد، او را میکشت دیگه را. یعنی در راه دعوت، در راه بیان حق کشتن، این سنت انبیا. مردن در ایرا سنت انبیا. بسیار انبیا جان خدا نه دست داده، ولی از بیان حق، مبارزه علیه فساد و کفر عقب نشینی کردن نه، اگر که کشته شدن. ولی اگم تا میگه که ولی میکشه، ولی کشت چی؟ انبیا را نکشتن. ولی اما یهود سر قدرت هست، نه؟ در قدرت دنیا انبیا را کشتن، انبیا تسلیم نشد. و بکشه دیگه. در راه دعوت مردن، ما خو اول عافیت میخواه انسان، الله حفاظت کنه. ولی اگر مردی خو بسیار درجه کلان است در راه بیان حق، مبارزه علیه باطل. این مردن مثل انبیاست. انبیا مرده در ایران، انبیا کشته شده. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، امیام است. خب امیام شهید میشه. نگوین کسایی کشته میشه به خاطر دین الله، حاکمیت، این بیان حقی، این حاکمیت دین الله. چی نگوین؟ اموات، مرده نگوین کسای الاموات، اینا حیات دارن. بل احیاء عند ربهم، بلکه اینا حیات دارن پیش ربشان، ولکن لا تشعرون، لیکن شما کیفیت حیاتش نمیفهمید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. 4 درجه است، 4 درجه. یک عالمی که بر حق باشه، به خاطر حق کسی او را بکشه، کسی که میکشه صفت یهود داره، علمای بر حق یهود است. کسایی که میمرن به طریقه انبیا مردن، مرگ شهادت است. دیگه از این که درجه بالا کو، یکم تا مرا میگه که بیان نکو حق کشته میشه. شعله تبخو و پرده تبکو. گفتم کشته؟ اگر گفتم حق بیان نکنم، بیشینم دخانیم، باز کشته نمیشه، مرگ نمیه. کشتن خب مرگ یعنی میموری، نه؟ نکو میموری. حالا اگر بیان کنم نکنم، بیخی در خانه بشینم، نمیمورم، میموری بازم. در هر صورت مرگ است. و ما شما خب با قرآن ایمان داریم که داریم. الله میگه مرگ هر کس تعیین است. و ما کان لنفس ان تموت، هیچ نفس حق نداره که بمره الا باذن الله، مگر با حکم الله، کتابا نوشته شده، مؤجلا معین است. الله در سورة صف می فرماید قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. از اون مرگی که شما فرار میکنین او روبرو میشه به همراهتان. از پیش روی میه مرگ. تو یک چیزه، این مرگی که به خاطر حق باشه، این مرگ با عزت است. مرگی است که انبیا در این راه جانایشان از دست دادن، شهید شدن. و ما خود اهل سنت میگیریم، نه؟ اهل سنت اهل قرآن میگیریم. ما شما خود میگیم کل انبیا را قبول داریم، نه؟ وقتی که یک پس دیگه الله حفاظت کنه. و اگر کسی که چه افتخاری است، نه؟ کسی به خاطر از این ما را میکشه که تو قرآن را بیان کردی، این خوب بسیار درجه است. هیچ نترسین، خب شما هم میتو باشه، از مرگ گریز نمیشه. خب ولی مرگی که مرگ اینطور مرگ باشه، قل فلم تقتلون انبیاء الله، چرا کشتین انبیاء الله را، پیامبرا را، این کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارین، دروغ گویا خائنا. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. بدون شک آمده بود شما را موسی علیه السلام با معجزات، ثم اتخذتم العجل من بعده، باز گرفتین شما گوساله را خدا بعد از رفتن موسی علیه السلام با کوه طور، و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالم بودین.
الله در اینجا مناسبت چیز که طایفه از دیگه از یهود است که چی کردن؟ موسی علیه السلام بسیار دلایل روشن برشان آورد ولی ظالما قبول نکردند. موسی آمد بالبینات، دلایل روشن و واضح. و چی بود؟ عصایش اژدها میشد، نه دیگه دستش روشنی میداد، بسیار معجزات بزرگ. ثم اتخذتم العجل، باز گرفتین شما گوساله را من بعد از رفتن موسی به کوه طور چی گرفتین؟ الها، خدا. و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالم بودین، در این کارتان ظلم کردین. الله اینجا توبیخشان میکند، ذلیلشان میسازد که شما تابعداری نه تورات میکنین نه دیگه. موسی علیه السلام چقدر معجزه آورد، چرا او را قبول نکردین؟ گوساله را عبادت کردین. دروغ میگن که اینجا چی فهمیده میشه؟ قرآن مناظره میکنه خب به امرای از باطل پرستا. موسی علیه السلام تورات آورد، معجزات چقدر، شما گوساله را عبادت کردین. و اذا اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. وقتی که گرفتیم وعده محکم شما را که به تورات ایمان بیارین قبول کنین. و رفعنا فوقکم الطور، بلند کردیم در بالای سرتان کوه طور را. بعد از او گفتیم خذوا بگیرین، عمل بکنین ما اتیناکم، آنچه که ما براتان دادیم، بقوت، به عزیمت، قصدن، به کوشش، علم و عمل. واسمعوا، قبول کنین. قالوا اینا گفتن سمعنا، قبول داریم، و عصینا، نافرمانی میکنیم. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، نوشانیده شده بود در قلب از اینها العجل، محبت گوساله، بکفرهم، بسبب کفرشان. قل بگو بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بد است آنچه که امر میکنه شما را به او ایمانتان. چی ایمان است؟ ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارین. یک گروه دیگه از اینا که عهد پیمان شکستاندن، کوه طور الله و بالاشان بالا کرد، قبلا هم تیر شد. اینا گفتن ما ایمان داریم، قبول داریم، ولی وقتی کوه طور روز شد پس نافرمانی را شروع کرد. یعنی عهد و پیمان کردن پس شکستاندن. اما عهد و پیمان که میکنی اعلام میتی بسیار ای پرسان داره و این سبب شد که اینا در قلبایشان مهر زده شود، هیچ چیزی را حق قبول نکنند. اخذنا، گرفتیم وعده محکم و کوه طور بالا کردیم. قبلا گفتیم که حقیقتا بوده. واسمعوا، قبول کنین. اینجا هدف از سماع اطاعت است. خب مثل که ما شما میگیم سمع الله لمن حمده، میشنواد الله برای کسی که حمدش میگه. چه معنا؟ قبول میکنه، قبول میکنه. یا در سورة ملک آمده که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. میگوین کافرها که در جهنم میرن لو کنا، اگر ما، پاش که میگم می بودیم در دنیا، نسمع، میشنیدیم، یک شنیدن نیست، قبول میکردیم، او نعقل، یا فکر میکردیم، ما كنا في اصحاب السعیر، در آتش جهنم نمی آمدیم. اونجایی تو نیست که یکم تا میگه کسی قرآن نشنوه کافر است. نفس سمع نیست. خب قبول دارم مضمون یایشه، ولی اینجا سمع به معنای قبول است، قبول نمیکنه، کافر است. اما اگر قرآن قبول داره، مضامین مطالبش دیگران میگه قبول میکنه، هر مطلبی کرد، هر حکمی کرد، ولی نمیشنوه، نه نمیه، نمیخونه، او را کافر نمیگه. مگر نه خود بسیار مردم افغانستان اکثریتش قرآن نمیشنوه، ای کافر است. ای کافر باشه کنه، ای کافر شد. اگر نمیشنوه گناهگار است، فرض ترک کرده، گناه کبیره کرده. ولی هر مطلبی که در قرآن است او را قبول داره. نمیشنوه هر مطلبی که، مضمونی که، امر و نهی که در قرآن است قبولش داره، ولی میگه وقت ندارم دیگه، خدا توفیق بده، تو الله بخواهد میایم میشنوم. این ما کافر گفته نمیتونیم. یکم تو تکفیر میکنن، تکفیری ها. هر کسی میگه قرآن نشنید کافره. همین تو آدم ها داریم. میگه کتاب است قرآن، عقیدش مطابق قرآن نیست، اما چیزی قرآن میگه. بعضی مشکلات داره، میگه کافر است. چرا؟ زیرا قرآن گفته که وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر.
خذوا ما اتیناکم بقوة، باز گفتیم بر از اینا بگیرین آنچه که براتان دادیم به عزم و اراده، علم و عمل و بیان، واسمعوا قبول بکنین، بشنوین به سمع اطاعت قبول. قالوا سمعنا و عصینا، گفتن اینا شنیدیم نافرمانی میکنیم. خب سمعنا و عصینا، گپ تق شنیدیم نافرمانی میکنیم. سوالی است که همون وقت گفتن یا نه؟ اگه اون وقت باشه خب الله میفهمید. نه در اون وقت نه، حال قبول داریم داینده باز حالتشان همی تو تقاضا میکرد که میگفتن که با داینده باز نافرمانی میکنیم. در آینده هم اینا کفر کردن. یا ای که سمعنا کلانایشان گفت، عصینا اولادایشان که آمد نافرمانی کرد. اینی تطبیقاتش است. فعلا قبول داریم، در آینده نکردن قبول. و اشربوا فی قلوبهم العجل، علتش الله بیان میکند. چرا یای تو کافرای کلان بودن یهودیا؟ اشربوا نوشانیده شده بود، فی قلوبهم در دل از اینها چی نوشانیده شده بود؟ العجل، گوساله. حالا گوساله هم نوشانیده میشه، کسی گوساله رو نمیخوره نه؟ نوشانیده شد در دل از اینا العجل و گوساله. حالا گوساله خو نوش نمیشه، آب و شیر خو نیست که کشش کنی. اینجاست که مفسرین میگه که اینجا شرب به معنای خلط است، مخلوط شد در قلب از اینا العجل و حب گوساله، محبت گوساله. محبت گوساله در تو داخل شد که هیچ دیگر رنگ قبول نمیکن. مثل که یک انسان لباس رنگ کنی و اونمو رنگ به خود بگیره، او رنگ سابقه را از بین میبره. همین گوساله را که عبادت کردن، ای تو یک محبت برشان پیدا شد که دیگر رنگ قبول نمیکن. در شرک اموتو در محبت گوساله مانده. مثل که یکم تا را ببینی یعنی محبت گوساله در خون رگشان جای گرفت. مثل که رنگ میکنی لباس در رگ جزش جای میگیره، آب در بدن جای میگیره یا ممیتوس. به سبب کفرشان یعنی دیگه هیچ چیز قبول نمیکرده، دیگه حق قبول نداره. یکم تا که کتمی کلانا و تنظیما محبت میکنن، بعد او جای میگیره که هر قدر دیگه بگویش هیچ، اینه میتو یا ممیتو شدن. هر قدر که بگوی خب باطل هستیم نه میگه. پدر ما در این را مرده، در این دین، در این تنظیم میتو میگه. پدر ما در این را مرده، ما ایلادادش نمیتانیم. حالا وقت صحیح و طال خراب شده ایلاش بتی نمیتون میگه. تو آدم ها هست بسیار دیدیم هستن. باز بعضی می رهبرای تنظیم ها میگه هر کسی که یک روز نان ما را خورده از تنظیم نمیبره. خودشان میگه میفهمن، حال نامش نمیگیرم. خب کسی که میگه یک روز نان ما را خورده در تنظیم بوده، این بکشیش که ما 100 بار بگویم که اسلام ای تو است قبول ندارم، بازم در تنظیم است. چقدر خطرناک. این هم صفت یهود است که در کفر و شرک داخل شدی، میفهمی باطل است اعلان نمیتی، باطل شناختی اعلان نکردی، صفت کی است؟ یهود است. الله ما و شما را از این صفت نجات بده. خب این اجدار خب بسیار خطرناک است. قل بگوی پیامبر بئس ما یأمرکم بایمانکم، بعد از آنچه که امر میکنه شما را به او ایمانتان، به سبیل استهزاء الله میگه. این چه قسم ایمان داری؟ باز میگفتن الحمدلله. گوساله را عبادت میکنه میگه ایمان دارم، محبتش با گوساله است میگه ایمان دارم. کت کافر محبت میکنه دست یکی میکنه، مسلمان میکشه، کفر قبول کرده بگو ایمان داری میگه الحمدلله. واه الله میگه بعد از ایمانی بئس ما، بعد از آنچه که امر میکنه شما را. اگر ایمان نمی باشه که مسلمان بکش، که کافر یک جای شو، قانون قرآن رد کو، دیگه قانون قبول کو. اگر ایمان نمی باشه خوی بدترین ایمان است. این چی ایمان است؟ ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارین. بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان واقعی داشته باشی، ایمانی است که از گناه تو را مانع شود. او ایمانی که تو را به کفر شرک تشویق میکنه، این ایمان نیست. این چی ایمان است؟ بدترین ایمان است. حالا بسیار کسا داریم میگه ایمان داری یا عالی عمل یا عقیدت خو مخالف ایمانه. نه امی ایمان خو امی ایمان است.
حالی از این عقیده را اعلان نمیتی؟ نه. یا الله بود پس صفت یهود در تو داخل شده. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. قل بگوی پیامبر اگر است از برای شما خانه آخرت عند الله به نزد الله جنت برای شماست خالصة خالص من دون الناس بغیر از مردم، بغیر از مردم دیگه کس نمیره شما میرین در جنت. فتمنوا الموت آرزو کنین مرگ را ان کنتم صادقین اگر هستین شما راست گو. مرگ خواهی طلب کنین. کسی که بفهمه که اهل جنت است او را خود طلب میکنه و فاصله بین جنت و شما چیست؟ مرگ است. چون مرگ طلب نمیکنین که مرگ بیا جنت برین. اینجا مفسرین دو معنا کرده. خب اکثرش میگه که اگر میگه اینا رو چلنج میته. خب مشهور معنا چی است؟ میگن که الله برش میگه اینا میگفتن ما اهل جنت هستیم، غیر جنت دیگه جای نمیریم، جنت بر ماست و دیگه کس نیست. یهود میگفت، نصارا میگفت جنت غیر از ما میریم دیگه هیچ کس نمیره. این چقدر کافر خطرناک، عقیدهش کفری، اعمالش کفری، جنت هم میگه ما میریم دیگه کس نمیره. این بسیار خطرناک حالت است. الله میگه اگر شما جنتی هستین فاصله پس در بین جنت و شما مرگ، پس مرگ طلب کنین، مرگ بیا برین جنت. وقتی که مرگ طلب نمی کنین از این فهمیده میشه که شما اهل جنت نیستین، به دروغ دعوا میکنین. به خاطر که می دینتان قوی نشان بتین، عقیده تان قوی نشان بتین، میگن جنت غیر از ما دیگه کس نمیره. این خواه مفسرین گفته، ولی اینجا اعتراض قوی وارد میشه. از این فهمیده میشه که هر کی بفهمه که ما اهل جنت هستیم باید مرگ طلب کنه، در حالی که بسیار انبیا و اولیاء بودن، نیک مردم ها صحابه میفهمیدن که ما عقیده و عمل امی اهل جنت هستیم. عشره مبشره نه به جنت بشارت داده شد، مرگ طلب کردن؟ نه. اینطور نیست که جنتی شدی باید مرگ طلب کنی. پس اینجا انتقاد است، اعتراض است. نه؟ از این فهمیده میشه که نه، این گپ نیست. پس اینجا دعوت به مباهله است، مباهله ای که اینا میگفتن ما اهل جنت هستیم. پس رسول الله میگه اگر شما جنتی هستین بیاین که دعا میکنیم. هر کسی که جنتی است یا الله او را چی بکو؟ او را مرگ با بالایش بیار، دعا میکنیم. هر کسی که جنتی نیست او را نجات بده. پس شما که میگین ما مستحق جنت هستیم بیاین مباهله میکنیم. مباهله است که دعا میکنیم هر کسی اهل جنت است، حق است، یا الله او را نجات بده. کسی که حق نیست اهل جنت نیست مردارش که همیشه بکشش. اینا میفهمیدن که خود دعای پیامبر است، اگر ای تو کار کنیم همون تو میشه، هیچ نزدیک نمی آمدن. جنتیست یا بیا اینجا خیلی دعا میکنیم کسی جنتیست الله او را چی کند؟ از مرگ نجات بده، اگر نیست او را هلاکش کنه. اینا باز نمی آمدن، میفهمیدن که این گپ اگر ما بیایم تباه میشیم، نمی آمدن. اینجا مباهله است، محققین میگه مباهله است. قل بگو اگر هستین شما است از برای شما دار الاخره، خانه آخرت که جنت است، عند الله به نزد الله خالصتا، خالص از برای کیست؟ لکم از برای شما، من دون الناس بغیر از ناس مردم، بغیر از مسلمانا، بغیر از مؤمنین، فقط بر شما دیگه هیچ کس شریک نمیشه. فتمنوا الموت آرزو کنین مرگ را، یعنی طلب کنین مرگ را. بین که دعا میکنیم ما شما مباهله میکنیم ان کنتم صادقین اگر راست میگین، یعنی اون مرگی که شما را در جنت میبره خیلی بین که طلب کنیم. زیرا نعمتای دنیا با نعمتای آخرت برابر نیست. کسی که یقین کنه یه اهل جنت از شوق از او را میکنه. ولا یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. هرگز آرزو نمیکند مرگ را همیشه به سبب اعمالی که انجام داده دستای زینا، الله عالم است به ظالما. اینا میفهمیدن که ما همی اعمال ما را در جهنم میبره، همی علم دیگه هم میفهمن خب که همی آدم مرد جنت نمیره، ولی به دروغ ببینیم میگه جنت الفردوس برش خواست. نه جنت الفردوس اگر میفهمه که اینجا جایش آتش است.
خودم یا میفهمن. خب یکیش من دیگه جنت الفردوس هم میخواه، او بر از او میخواه، او بر از او میخواه. فقط بگه که نیم جنت میخی پیش نمیاست، بکی بتا بکی نتا. الله میفرماید ولن یتمنوه، دعوای دروغ از اینا را رد میکنه دیاد. هرگز آرزو نمیکنن مرگ را، نمیخوان، نمیاند دعا. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به سبب و اعمالی که پیش کرده دستای از یا گناهی را که اینا کرده. زیاد گناه را دست میکنه، هدف کل بدن است، الله دست بیان میکنه. والله علیم بالظالمین، الله علم است به ظالما، جرمشان میفهمد و جزایشان میده. پس اینا میفهمند که ما بمریم روز خوب نداریم. خب اگر کسی بفهمه که ما بمریم جنت میرم، چرا از مرگ بترسه؟ همیا را ببینی چقدر مرگ میترسه. او با 4 گرده یکی آهن سنگ پوشش کرده، نه؟ چقدر بادیگار داست، یه جای میرن تیارا اصلا سرکار حتی بند میکنن، نه؟ خب جنتیست یا جنت الفردوس، خیلی چرا میترسی؟ دروغ است، از این فهمیده بشه می عقیده نیست. اگه باشه خب مرگت که آمد برو جنت دیگه، خوش باش، بان که کشته شوی. چرا قم میترسی از مرگ؟ میفهمه که بمریم روز خوب نیست، نمی دنیا بیا که چند وقت بگردیم. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. الله میگه مرگ خو نمیطلبن، اقا حریص هستن اینا به زندگی که بسیار حریص هستن. ولا تجدن، حتمی پیدا میکنی توی پیامبر هم همی یهودی‌ها را احرص الناس على حیات، حریص ترین مردم به زندگی و حیات. و من الذین اشرکوا، و مشرکین هم کرده بسیار حریص هستند. یود احدهم، آرزو دارد یکی از اینها، لو یعمر، این که عمر بر از اینا داده شد 1000 سنة، 1000 سال، 1000 سال عمر، این آرزوشان است. و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، نیست اینمی 1000 سال عمر بمزحزحه، بمزحزح نجات دهنده، هی نمی انسان من العذاب، از عذاب ان یعمر، این که عمر داده شود 1000 سال عمر داده شود نمیشه، نجات نمیافت. والله بصیر بما یعملون، الله بیناس میبیند به اعمالی که اینا انجام میتن. اینا 1000 سال چرا گفت؟ اینا یک دیگه خدا که دعا میکنن میگفتن عش 1000 سنه، 1000 سال زنده باشی. ما شما که میگیم زنده خو باشی، نه یگام دعا زنده خو باشی، خدا عمرت دراز کنه. با یک خوش میشه امری سفیداره که بگویی خدا عمرت دراز کنه. عمر دراز رسول الله صلی میگه که توبه، خوشحالی باد لمن، برای کسایی که طال عمره، عمرش دراز شه و حسن عمله، عملش زیبا باشه، عملش مطابق قرآن باشه. این کسی که عمرش دراز میشه و عملش بد است، این خب مرگ برش خوبه، بسیار خطرناک، مرگ برای از خوبه. بدترین انسان میگه کسی که عمرش دراز باشه عملش بد باشه. الله در قرآن هم میفرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، گمان نکنه کافران مهلتی که ما برشان میتیم زود مرگشان نمیاد که خیر از بر نفسایشان، بل هو شر لهم، بلکه به ضررشان است. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما اینا را مهلت میتیم تا که گناه را چی کنن؟ زیاد کنن. ولهم عذاب مهین، از برایشان عذاب رسوا کننده است. یگام طوره که بگوی بمری ای تو قار میشه، خدا دان تا ای تو کنه او تو کنه. بسیار گپ بد گفتی، خدا نکنه که من بمرم، دان تا بخیر واس کو، غیر مرگ یاد میکنی. اگر این مرگ تا این است و ای تو نمیشه که قرآن میگه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، مرگ که بیاد هر قدر مردم دعا کنه زیاد نمیشه و کم هم نمیشه. اکثر علما محققین میگه ولی گپ آمد نی، از گپ میبره نزین تا یک چیز نمانه. در احادیث میگه کسی را رحمی کنه و اعمال نیکنه عمرش دراز میشه. قرآن میگه و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، وقت این است زیاد کم نمیشه. اینطور قرآن میگه زیاد کم نمیشه، در حدیث میگه. اکثر علما میگه که هدف برکت است. عمری که تعیین زیاد نمیشه ولی الله
اعمال نیک کردی دمی عمر کمت بسیار برکات میپرد. اعمال خوب دمی 40 سال عمرت عمل 1000 ساله را میکنی، 1000 سال عمل کن، برکت میپرد. همین صحیح است. عمر با برکت ایست که در راه دین الله مصرف شد. این بسیار با برکت. عمری که زیاد باشه و به گناه باشه و چی به درد میخوره؟ پس ولتجدنهم، پیدا میکنی تو یهودا ای پیامبر، اشد الناس، شدیدترین مردم، احرص الناس، حریصترین مردم در حرص و در زندگی، حتی از مشرکین هم کرده. حریصترین از مشرکین، حریصترین از مسلمان ها کرده. در چی؟ در حیات و زندگی. یک قدر حیات خوش دارن. چرا؟ این طور از حریص هستند به زندگی؟ لعلمهم، بخاطر میفهمند بیانم سایرون الی النار، که اینا در آتش میرن، جرم کرده گیستن. هر مجرم میفهمه که من در آتش میرم و می خاطر دنیا را خوش دارم میبود که چند وقت می دنیا باشم. یا میفهمند. و من الذین اشرکوا، از مشرکین هم که یا زیاد میخواد. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، آرزو میکند یکی از اینا که 1000 سال عمر بخوره. الله میگه 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال. این همی شیطان که چند هزار سال عمر میخوره؟ زیاد نه؟ تا قیامت زنده است. ولی نجات از آتش میفه؟ نه. هر قدر عمر باشه. این همی ما شما بسیار عمر ما تیر شد. بعضی 50 سال، بعضی 40 سال، بعضی 30 سال، بعضی 20 سال. چی را فهمیدیم؟ هیچ چیز رفت. نه؟ این همی حالی است. فکر میکنیم که دینمی لحظه هستیم ما. هر قدر لذت های زندگی بود در زبان ما نیست. است؟ هر قدر مصیبت آمد یاد ما نیست. تکلیف آمد. این حال اگر مصیبت در راه دین باشه بازو ثبت است، نوشته میشه. هر قدر مصیبت باشه. لذت های مشروع باشد خیر. اگر لذت نامشروع بود توجه دوستی های سر به سر شده، کلش نوشته است. دوسیه دار است. بسیار خطرناک است. مثل امی عمر مثل شیرینی است. شیرینی را ندان تا شیرین اوزو خلاص شد، پس اونمو حالت. امیری سفیده را که پرسان کنی بگوی 80 سال تیر شد چطور حالت است؟ میگه ولی چیز یادم نماند. کلش نمیفهم. کاش که عمل نیک میکردم. آرزو نمیکنم. کاش که کارهای بد نمیکردم. عمر انسان پرسان میشه در روز قیامت که در کدام را مصرف کردی. حدیث صحیح است. از 5 چیز میگه قدم مسلمان در زمین گور است تا که 5 سوال جواب نده شور نمیخوره. و عن عمره فیما افناه، از عمرش و عن شبابه، جوانی را در کجا مصرف کردی؟ در ضد اسلام مصرف کردی یا نه؟ از جوانیش پرسان میشه، از عمرش مکمل. عن علمه، از علمش. عن ماله، مال از کجا پیدا کرد؟ من این اکتسبه و فیما انفقه، در چی مصرف کرد، از کجا کسب کرد؟ از کل ازی پرسان میشه. پس ما و شما عمر ما در راه الله تیر شد. اینمی بهترین لحظات ماست. اینمی حالت از این که در وقت خوب نیست. بخاطر کسایی که قرآن میخوانند ملائکه اونجا میان. در هر آیت به اندازه یک شتر که صدقه کنی ثواب است. و این حدیث بخاری مسلم است. بهترین حالت است. از این که در عمر لذیذ و زیبا ما و شما پیدا کردن نمیتونیم. این عمرتان در اینجا تیر شد بسیار خوش باشید در راه قرآن. و اعلانت درس قرآن، درس حدیث، تطبیق، دعوت. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، آرزو میکنه که 1000 سال برای عمر داده شود. و ما هو بمزحزح، طول عمر انسان نجات نمیده از عذاب الله. الله بصیر است با اعمال که میکنه. فیدل کاسترو 90 سال عمر کرد. چی گپ شد؟ و آخر مرد. وصیت کرد که مرده منه در بتین. الله در دنیا سوختانده شوره مرده شد.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل. قل بگو ای پیامبر من کان هر کسی که است عدوا دشمن لجبریل است برای جبرئیل علیه السلام فإنه نزله على قلبك جبرئیل کسی است قرآن در قلبت نازل کرده بإذن الله با اجازه و حکم الله مصدقا لما بین یدیه در حالی که موافق است قرآن او کتابی که پیش روی ازی است و هدى کامل هدایت است قرآن و بشرا بشارت است خوشخبری است للمؤمنین از برای کسایی که ایمان باور دارند به حقانیت کتاب برای از اونها هدایت و بشارت است. تا آیت 96 گفتیم اثبات عقیده توحید است. بعد از اثبات رسالت سوالاتی که اینا داشتن یهودی الله جواب میگه سوالات کافرها و مشرکین و از اینجا چندین شبهات انتقادا و اعتراضات دارن. یکی درباره جبرئیل، دیگه درباره سلیمان علیه السلام، دیگه درباره نسخه، بسیار سوالات داشتن. الله جواب میگه سعی کنین در اینجا اینا میگفتن که ما قرآن به این خاطر قبول نداریم سعی کن بالایشان که قرآن جبرئیل میاره و جبرئیل دشمن پدرای ما تیر شده چیزی که پدرای ما کلانای کشته. اگر این قرآن میکائیل بیاره یا اسرافیل بیاره دیگه ملائکه باز قبولش داریم فرمایشی گپ میزنن کافر دیگه بانم میکنن. چرا اسلام قبول نداری؟ این طور است و طوره میگه اسلام تروریست تربیه میکنه. خشونت است، دین خشونت. دیگه چی است؟ دین حقوق زن قبول نداره، اقتصاد قبول نداره. او بدبخت حالا تو میگی که خشونت در کفر است یا در اسلام؟ تو بخوانم موسیقی که سال نو گفت که 30,000 زن در امریکا تجاوز جنسی شد. 30,000 نه 30 میلیون زن دختر تجاوز شد. تجاوز چرا میگه؟ به زور زنا شد. 30 میلیون. ما و شما افغانستان 27-28 میلیون نفوس شد. از نفوس افغانستان کده تجاوزش کرد. این خشونت است علیه زن یا در اسلام خود زن عزت میشه. این که او را به حجابش کرده و طبعا اینجا غریزی جنسیش حرکت میکنه خیز میزنه تجاوزش میکنه. از رئیس جمهورش گرفته تا پایین رتبه تجاوز میکنه زنه. رئیس جمهور امریکا زنها را تجاوز کرد تا داخل قصر سفید. بیل کلینتون شوهر هیلری کلینتون نامای ازیامی تو سخت هستیم بیدین. هیلری کلینتون رئیس دفتر خدا یا سکرتر خدا یک زن یهودی 24 ساله بود. خود از این سنش از 60 بالا بود. تجاوز جنسی کرد. بهترین زن هم داشت آنها هیلری کلینتون. او را میگفتن این بسیار مقبوله. ولی به زور زنا کرد. این قدر یعنی ظالم خودش رئیس جمهور که آشکارا مردم گیرش کرد. او سرش عریضه کرد. داخل چی میگه؟ ما والا بیگناستم. چرا؟ شراب خورده بودم، نشه شده بودم، نفهمیدم. عذر گناه بدتر از گناه. حال تو بد کردی که شراب خوردی ظالمی بیدین. شراب خوردم نفهمیدم. از ملت امریکا عفو میخوایم. همین تو کرد. در قصر سفید. ملت چی گفت؟ برو بخشیده من. حالی خو مجازات هم نشدی خشونت است یا در اسلام کسی زن تجاوز کنه اگر زندار سنگسار میشه اگر نه 100 دوره زده میشه از حق زن دفاع میشه. در امریکا زن تجاوز کرد که برو بخشیدیم. باز میگه که خشونت علیه زن توبه. این یکم تا که کار میکنه و همین ظلم کلان مسلمان به اندازه از اونا نیست. خب کل زنها را بیچاره را به حجاب کنه بیرون کنه تجاوز کنه رئیس. نامش مانده حقوق زن. احترام لله جزایش محذوفه. هر که دشمن جبرئیل دشمن الله است. چرا؟ فانه ای دلیل است زیرا جبرئیل یک کسی است نزله علی قلبک که پایین میکنه قرآن در قلبت. این جبرئیل یک واسطه است در بین الله و بین رسوله. کسی دشمنی با ای بکنه دشمنی با الله کرده. این خود رسول الله است، فرستاده الله است، این الله روان میکنه. جبرئیل قرآن در قلبت نازل میکنه. چه معنا؟ قرآن که نازل میشد حفظ پیامبر سام میشد. به خاطر در گوشش نه. من همیال قرآن در گوشتان میشنوانم، در قلبتان نه. اگر در قلبتان بش داخل کنم کلتان حافظ میشه.
یک دفعه قرآن خواندی خلاص عالم هستی. زیرا تو میتونی عین الفاظ انتقال بدی، عین الفاظ که گفتی معنا خدا او هست دیگه. جبرئیل که قرآن یک بار میگفت کلش در حافظه پیامبر ثبت میشد، عین الفاظ جبرئیل پس پیامبر به صحابه اینا میداد تو رو نوشته میکردن. یک معجزه بودی قرآن، خب نزولش معجزه است. ما نمیتونیم هر پروفسور اینجا بیاری گپای خدا در حافظه ما به ثبت رسانده میتونه؟ نه. ولی جبرائیل امیتو میکرد که نازل میکرد، الفاظ حافظه پیامبر بود، معنا هم بود، هر دویش. به می خاطر پیامبر عین الفاظ انتقال میداد. اگر خودش هم میگفتی که بگی از فکر خود بکو، نمیتونست. حدیث و قرآن بسیار باید دیگر فرق داره، کسی که عربی را میفهم. چرا؟ زیرا حدیث کلام پیامبر است، قرآن کلام الله است. لفظ حدیث از خود پیامبر است، قرآن لفظ و معنایش از جانب الله، حدیث معنایش از جانب الله است، لفظش از پیامبر است. کسی که عربی را بفهمه حدیث را بیان کنی که قرآن زمین و آسمان فرق داره، این در نهایت اعجاز است، او نیست. حدیث معجزه نیست. مثل حدیث هر کی میتونه بگه گپ بزنه، مثل الفاظ قرآن بیان کرده نمیتونه، مثل حدیث میتونه. این به این خاطر گفتم یگام کافران انتقاد کرده بودن که قرآن کلام کیست؟ حالا سوالی کافران را بگویم. یک کسی گفته بود که قرآن کلام الله است، این گفته بود امکان نداره. گفت قرآن کی می آورد؟ گفت جبرائیل بیان میکرد به پیامبر را. بعضی سوره مثلا سوره انعام یک بار آمده، اون که بیان کنی یک ساعت میگیره. یک ساعت گپ گفتی چطور میتونه که این الفاظ انتقال بده؟ اگر میتا خیلی تو اینجا بیشی گفت من 5 دقیقه گپ میزنم، اگر تو همین الفاظ مرا با مو اسپیلش گرامرش انتقال دادی صحیح قبول دارم. بازی آدم گفت والا من شکی شدم، شک پیدا شد. راست میگه. اگر ما گپ دیم کسی این الفاظ گفته نمیتونه. جبرائیل گپ قرآن گفتی چطور این الفاظ انتقال داد؟ از این فهمیده میشه که لفظ قرآن کلام الله نیست، این از انسان است. من گفتین تو شکی شدیم. من گفتم قل من کان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك، نزل به الروح الامین على قلبك. این نزول، این گپ ما با او گپ بسیار فرق داره. گفتم زمین است، او در قلب پیامبر می آمد، ما در قلب کسی نه در گوشایش میشنوانی. بعضی از گپ نمیگیره. یعنی میال بعضی را پرسان کنی بگوی چی درس خواندی یا کمش میگه چرت می، حتی معنا را نمیتونه گفته، لفظ خوبان نه، کل مفهوم هم گرفته نمیتونه. نزول قرآن که جبرائیل میکرد لفظ و معنا را هر دوش میگرفت. الله در قرآن چی میگه؟ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، عجله نکو با قرآن پیش از که وحی تمام شد. یکم دفعه رسول الله میترسه جبرائیل که میگه فیام تیز میگه که یادم نره. الله گفت تو نکو، لا تحرك به لسانك لتعجل به، حرکت نتی زبان تا که عجله کنی. چرا؟ ان علینا جمعه، با بالای ما جمع کردن می الفاظ متلاشی را در سینه‌ت کی جمع میکنه؟ ما جمع میکنه. و بیانه، بیانش، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، بیانش هم ما میکنیم، معنایش لفظش هم در قلبت ما جا میکنیم. پس این سوالش وارد نیست، ولی یه ذره این وقت میگیره، خب مجبور شدیم که اگه پشور میتی مجبور تا اینجا ختمش کنی. نه قل من کان، بگوی پیامبر هر کسی دشمن از برای جبرائیل دشمن الله است، کافر است. چرا؟ فانه نزل علی قلبک، زیرا جبرائیل کسی که پایین میکنه قرآن در قلب تو، به اذن الله، به اجازه الله. اگر عذاب هم میاره به اجازه الله. مصدقا لما بین یدیه، تصدیق میکند همی کتابی که نازل کرده است، لما بین یدیه، او کتابایی را که پیش روی ازی است. یا جبرائیل هم تصدیق میکنه، موافق است. عقاید دوام توحید بود دیام است، رد شرک دوام بود دیام است، اخلاق دوام بود دیام، بسیار احکام دوام بود، اصول محرمات دیام است. و هدن، دیگه قرآن هدایت است. بشرا، بشارت خوشخبری است، للمؤمنین، بشارت خاص بر جنت و نعمت ها. هدایت چطور؟ یعنی استفاده از هدایت قرآن کی میکنه؟ مؤمنین میکنه، کافر نه. هدایت کامل برای مؤمنین است، کافر فقط راهنمایی میکنه. قبول کرد خوب، نکرد هیچ. من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکائیل فان الله عدو للکافرین، هر کسی باشد دشمن از برای الله و ملائکه و رسولی پیامبرا و جبریل علیه السلام میکائیل، فان الله کافر است، پس الله عدو دشمن است از برای کافرا.
در اینجا الله رد شدید میکند. هر کسی که دشمنی با الله میکند، با ملائکه، با رسولا میکند، باشه قبول میکنه، باشه نه. بعد ملائکه را قبول داره، باشه نه. و جبریل و میکائیل، خصوصا با جبرائیل میکائیل دشمنی میکند، فهو کافر عدو لله، کافر دشمن الله، جزایش محذوف است. فإن الله، این دلیل است از برای جزای محذوف. چرا؟ زیرا الله عدو للکافرین، دشمن است از برای کافرها. هر کسی که یکی از اولیای الله را دشمنی کند، الله با امرای از دشمنی میکند. حدیث بخاری است که من عادى لی ولیا فقط آذنته بالحرب. هر کسی دشمنی کند با دوستای ما اعلان جنگ با امرایش میتم. رواه البخاری، حدیث بخاری است. خب دوست الله را دشمنی کردی خطرناک. یگام تا دوستای الله هست اینجا نمیشناسه دشمنی میکنه. نه یا کسی را تحقیق نکردی، نشناختی، ردش نکنی، میفهمی ظاهرش مسلمان است، نه ولی از باطنش خبر نداری. کافرها بد گفته میره یک تاره، تو اشدار تحقیق کو. اگر بدون تحقیق جرم و جنایتش برات معلوم نشده دشمنی کردی در حالی که دوست الله است، فقط آذنت بالحرب، با امرای الله جنگ میکنی، جنگ با الله است. یکی سودخوره گفته، یا کسی دشمنی با دوست الله میکنه. همیال ما شما خو خیر اولیاء الله با درجه بالا نیستیم، چقدر گپای بد میزنن. نه یهود است، اینطور است، وابی است، فلانی است، دشمن الله است، دشمن رسولش است، به تولد پیامبر خوشحال نیست، میلاد تجلیل نمیکنه. نه این خطرناک است. با دوست الله اعلان دشمنی، جنگ با الله است. بسیار مسلمان ها داریم که تمام مسلمان های دنیا را رد میکنه، خودش در غندی خیر ششته. این طور است، این انگلیس است، این چوچه انگلیس است، این چوچه امریکا است، این چوچه سعودی است، این چوچه ایران است. خود تو چیستی؟ ما بسیار خوب آدم هستم، کل شرط میکنه، خودش زیر لیافت خواه است، خود تعریف میکنه. نه زیر لیافت خواه استی، خود تعریف داری. ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون. الله میگه کسی که دشمنی با ملائکه الله بکند، این از قرآن هم انکار میکند. بدون شک ما نازل کردیم به توی پیامبر آیات بینات، آیات ها احکام بسیار واضح و روشن را. و ما یکفر بها، کفر نمی کند بها بمی آیات الا الفاسقون، مگر کسای کافر هستند، نافرمان کامل هستند. در اینجا الله میگه ما نازل کردیم به توی پیامبر آیات های قرآن که در احکام است، مطالب است، عقیده است، عمل است، بینات، روشن واضح است. خصوصا مسئله توحید تو روشن است، واضح است. و ما یکفر بها، کفر نمی کند بها بمی آیات، انکار نمی کند الا الفاسقون، مگر کسایی که کامل فاسق هستند. فاسقا کفر می کنند، آدمای نیک هیچ وقت کفر نمی کنند. تکذیب به قرآن فاسق نافرمان می کند. او كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. هر وقت که اینا پیمان میکنن، با پیمان میکردن، عهد میکردن، کی کار میکنیم؟ نبذه فریق منهم، ترک میکرد، میشکستان امی پیمان را یک جماعت از یهود. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثر از اینا ایمان نمیارن، اکثرش کافر است، کمش ایمان میاره. الله متعال در اینجا دیگه قباحت از اینا را بیان میکنند که او چی است؟ او قباحت شانی است که هر وقت که عهد میکردن قرآن قبول میکنیم، میخوانیم، عهد میشکستاندن. عهد شکنی در یهود به درجه بالا وجود داره، ولی حال در مسلمان هم هست، اکثرش ایمان نمیاره. این مسلمان هم تعهد کرده بود، نه بسیار این تو میکنیم، این تو خرابی ها کردن. این صفت یهود در مسلمان ها متاسفانه پیدا شد. مثلا شما همین بزرگان را میدیدین، نه یا پایشان بود وقتی که مجاهدین جهاد میکردن، نه چی میگفتن؟ شعارایشان است. این طور میکنیم، چی کار میکنیم؟ فلسطین آزاد میکنیم. حالا خاک خودت آزاد کو، بسیار گپ ایرام دادن. کورپشای خارجی را قبول نداریم، کورپشه. حالا فیلایش هم قبول میکنه، فیلش هم قبول داریم. این کنش تعهدات بود. کورپشش قبول ندارم، فیلایش قبول کنه. حالا یکم تا میگم فیل نکشیم، نه بیش نبرای. او میگه من میرم دیجم، کشته شدم، مرده، وضعم خراب است،
میگه نری همیال نمیمانن. خب یعنی او وقت میرن. خودتان میگم این کارهایتان مشکلاتتان حل کنی ما میریم. میگه نرو بیش همینجا بیش. اگر تو رفتی باز ما وضع ما خراب میشه. دسته که جرم جنایت کرده نه حالکت مجرمین یک جای ششته. حیات خدا حالا به حیات ازور تو. اگر او مردی ما هم میمرم. تو هستی ما هم هستی. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هر وقت که آمد اینا رسول از جانب الله من عند الله مصدق موافق بود لما معهم به اون کتابی که به همراه از اینا بود. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب ترکت یک جماعت از کسایی که به اینا کتاب داده شده بود. چی را ترکت؟ کتاب الله، کتاب الله را وراء ظهورهم در پسرشان انداختند. که انهم لا یعلمون، گویا که هیچ اینا نمیفهمند. الله دیگه قباحت از اینا را بیان میکنه. رسول محمد آمد از جانب الله مصدق لما معهم، تصدیق میکرد، موافقت میکرد در اصول دین با نبوت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام توحید بیان کرد ایام. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ترک کرد انداخت یک جماعت کسایی که به اینا کتاب داده شده بود کتاب الله، کتاب الله را وراء ظهورهم، در پشت سرشان. و چی بود کتاب الله؟ در اینجا تورات است. تورات پشت سر انداخت. اعراض کردن، بالکل از تورات اعراض کردن. چرا؟ زیرا در تورات صفات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اینا انکار کردند. بخاطر تورات انکار کردند که نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار کردند. که انهم لا یعلمون، گویا که هیچ نمیفهمند، هیچ نمیفهمند. خب یکم تا را میبینی، من یکم جای میرم می تو گناه میکنه، من میگم هیچ نمیفهمه، غرق گناه است. میگم تو هم اینجا ششتی؟ بازی تو میکنه. چون باش نی پیش دگاهی تو گپ میزنه، فقط میگه از اسلام هیچ چیزی را نمیفهم. اگر خوب میفهمه این گناه است، ولی میکنه. بعضی دخترها هست میفهمند که این بیجابی حرام است، رقص اینا خلط و ملط داخل شده تو رقص میکنه، اینجا قولام لچ است. یک حال تو نمیفهمی که گناه است. میفهمیم چی کنیم؟ روز خوشی است، نه یک روز خوشی است نکن، نه یک روز ببینی گناه میکنه. گناه مفت کنه میره، با کاش که با پیسام باشه. مفت گناه، مفت این دنیا هم نیست، گناه میکنه. این صفت یهود است. خب که خدا به دیوانگی بزنه، کتاب الله را ماندن گویا که هیچ نمیفهمند. بسیاری تو مردم ها بس. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا تابعداری کرد یهودیا ما تتلو الشیاطین، آنچه که بیان میکرد شیطانا علی ملک سلیمان، در پادشاهی سلیمان علیه السلام، در زمانه سلیمان علیه السلام. این دو وقت تابعداری شیطانا را کرد. و ما کفر سلیمان، کفر نکرده بود سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا کفر کردند. یعلمون الناس السحر، کفرشان چی بود؟ تعلیم میدادن، یاد میدادن به مردم جادو را، به این خاطر کافر شدن. و ما انزل علی الملکین، نازل نشده بود به بالای دو ملائکه به بابل، در شهر بابل عراق در موصل است بابل. هاروت و ماروت، که نام یکیش هاروت بود دیگهش ماروت بود. یا ما نازل نکردیم مگر به چه خاطر؟ و ما یعلمان من احد، اینا تعلیم نمیدادن هیچ کسی را، حتی یقولا، تا اینکه میگفتن انما نحن فتنة، جز این نیست ما امتحان هستیم، فلا تکفر، تو کافر نشو. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، یاد میکردن یهودیان منهما از هاروت و ماروت، سحر و جادو. ما او جادوی را یفرقون که جدایی میآورد به بمو جادو، بین المرء در بین انسان و زوجه خانمش، زن از خانم شوهر است،
خانم جدا میکرد، زن از شوهر. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، نبودن اینا ضرر رسانده به می سحر خدا من احد، هیچ کسی را ضرر رسانده نمیتونستن به جادو، الا باذن الله، مگر به اجازه الله. اگر الله میخواست ضرر میومد، نمیخواست نه. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، یاد میکردن اینا آن سحری را که ضرر برشان میرسانید نفع نمیرسانید، علمی را یاد میکردن که به ضررشان. ولقد علموا، در حالی که میفهمیدن، لمن اشترا، و هر کسی انتخاب کنه سحر و جادو را، ما له فی الاخرت من خلاق، نیست از برای این در آخرت کدام مثل، میفهمیدن که در جهنم میرن، قبول کرده بودن. ولبئس ما شروا به انفسهم، بد بود آنچه که اینا انتخاب کردن فروختن به اون نفسای خدا. چی بود تو؟ سحر گرفتن، ایمان ماندن، کافر شدن، بد بود. لو کانوا یعلمون، کاش که اینا میدانستن، یا لو کان، اگر میدانستن عاقبت انجام زیرا که در جهنم خطرناک میروند، این کار نمیکنن. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر، به شرطی که اینا ایمان می آوردن، تقوا میکردن از سحر و شرک، لمثوبة، و ثوابی که بر از اینا داده میشه، من عند الله، جانب الله، خیر، این بهتر بود. لو کانوا یعلمون، کاش که اینا حقیقتی گپ درک میکردن. الله اینجا واقعی دیگر را بیان میکند. یک سوال دیگه از اینا را در آیت جواب میده. اینا میگفتن ما به این خاطر تو را قبول نداریم که تو سلیمان نبی میگی. سلیمان ساحر بود، حکومتش به سحر و جادو میچلید. از یک طرف سحر رد میکنی، جادو را، از دیگر طرف سلیمان تایید میکنی. اگر سلیمان نبی باشد چرا سحر و جادو میکرد؟ چرا پادشاهیش به سحر میچلید؟ یای تو میگفتن. خب همین پادشاهی ناآشنایی که سلیمان داشت، مثلا ما شما میخوانیم در سورة سبا اینجا، در تختش میشش، سر تخت همه چیز خودم میماند، تخت حرکت میکرد، دعوا باد به امرش بود، جنیات در تحت فرمانش بود، پرنده ها آوازش میشنید. یا میگفتن این پادشاهی ناآشنا این توسط سحر میشد، این ساحر بود، جادو میکرد، مردم تابع کرده بود، پرنده ها و یار. تختش توسط سحر دعوا میرفت، جادو میرفت. این که جنیات تابع کرده بود، ساحر بود. ساحر تو چطور نبی میگی؟ خب اگر میگی که نبی است، این خود سحر کرده، یا میگن ساحر هم نبی شده میتونه؟ نه. باز اگر میگی که سحر حرام است، باید سلیمان نبی نگو. اگر سحر کفر و حرام میگی، سلیمان نبی نگو، به خاطر که جادوگر بود. اگر سلیمان نبی میگی، سحر بد نگو، سحر حرام نگو. چرا؟ به خاطر که این ساحر بود میگه، این خود سحر میگه. از این خاطر ما تو را قبول نداریم. الله میگه کافرها بیدینا. باز اینا میگفتن که این کفر میکرد، خودشان میگفتن که ساحر بود سلیمان. قرآن اجارت میکنه که سلیمان کفر نکرد. اینا میگن چون که جنیات وقتی که وفات کرد، چی کرده بود سلیمان علیه السلام؟ سحر بند کرده بود، چیزایش آورده بود، در زیر پای خود دفن کرده بود، کسی پیدا نکنه، کتابا و همهش. وقتی که وفات کرد جنیات دیده بودن. خب جنیات خطش بود. خب جنیات آمدن از زیر تختش امور کشید، گفت از این فهمیده میشه که خود از این ساحر بوده، حکومتش به سحر میچلید. اینا شایع کردند که او سلیمان ما گفتیم نبی بوده، نه خود ساحر بوده. پس اینجا قرآن رد میکنه. حتی در اینجا تاویزگران رو میبینین، یک کتاب تاویز جور کرده، سحر نوشته کرده، نقش سلیمانی. سعی کن. این بیدینا میگن که ساحر بود سلیمان. قرآن میگه که سحر سلیمان علیه سحر مبارزه کرده و تبع تابعداری کردن این یهود ما تتلو الشیاطین، آن چیزی را که میخواند و بیان میکرد شیطانا. او چی است؟ ما تتلو الشیاطین یعنی طرق سحر. شیطانا سحر و جادو را بیان میکرد، شعبده بازی و فی علی ملک سلیمان، یعنی در عهد پادشاهی سلیمان علیه السلام، در زمان سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمانو، نبود سلیمان علیه السلام ساحر. اینجا الله از سحر تعبیر به کفر میکنه. اصلش است که و ما سحر سلیمان، سلیمان سحر نکرده، ولی چون که سحر کفر است میگه و ما کفر سلیمان، سلیمان کفر نکرده.
مفسرین میگه ما کان ساحرا ولا کفر به تعلمه سحر، کفر هم نکرده که سحر یاد کرده باشه، جادو را یاد کرده باشه. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا کفر کردن. شیطانا که مردم از سحر یاد میدادن تا کارشان ظاهر شد، اینا کفر کردن. کفر چی؟ یعنی مردم تعلیم سحر میدادن، کافر شدن. سحرو کفرو یعلمون الناس السحر، این الله تعبیر میکنه، این تفسیره. شیطانا چرا کفر کردن؟ به خاطر که یعلمون الناس السحر، سحر بر مردم یاد میدادن، جادو را یاد میدادن. اینجا فهمیده میشه که سحر کفر است. و رسول الله صلی الله علیه و صحابه میگه که جزای ساحر چی است؟ حد ساحر ضربة بالسیف، گردنش میگه دی، کشته شد. ساحر اگر پیش ازی که دولت گیرش کرد، حکومت توبه کرد، خوب. اگر حکومت گرفتش توبهش هم قبول نیست، کشته میشه. خرابی که ساحر میکنه، ظلمی که آدم میکشه، این تو کارا میکنه. زن از شوهر جدا، شوهر از زن، مادر از اولاد. یا کسی که خوش نداره یک دیگر، او را کتی از او جای کو، او را کتی از او جای کو. همین مولایی که میگی یکم تا میره پیش مولا، فلانی را خواستیم، خواستگاری کردیم، نداد، مولا صاحب چطور کنیم؟ بازی میگم بیا که من یک تعویض میتمد. بفهمی که اونمو ساحر از جادوگره. با نام دختر را پرسان میکنه، نامش چیست؟ نام مادرش. این مادر که پرسان کرد بفهمی که ساحر است. یک علامه شمی، بسیار علامات داره. مادرش که گفت چیست، بفهمی که جادوگر است. یا میگه یک دانه مویش بیار، یک مویش کنده بیار، بفهمی که یک کمک تکی لباسش ببر بیار، بفهمی که اوه ساحره. بازور اگر نکام میکنه به زور سحر میایه، اما این زندگی دوام نداره، بس این زندگی دوام کنه نمیتونه. کسی که ایمانش قوی باشه ترش تاثیر نمیکنه، ولی کسی که ایمانش ضعیف باشه تاثیر میکنه. من تو ساحر دیدم که عملا به چشم، خب خود از یک طالب العلم بود، ملا بود، یاد گرفت سحر. گفت صرف یاد میگیرم. من گفتم نکن، گفت والا تعویضگری یکم اهداف نامشروع داشت. چرا یاد میگیری؟ گفتم ما، گفت که والا یک کسی هست از خویشای ما همین سحر رو را یاد کنه، خودش بسیار قوارش خراب است، زنش بسیار زیباست، به زور سحر را نگاه کنه. من گفت یاد میکنم و قواریم خراب است، یک زن بسیار زیبا باید میگیرم. گفتم خب نکو، گفتم میکنه حرام است. نشدی پت رفت علمش خواند. با یک روز من گفت که تو بیا ما یک کسی را تجربه کردیم، تو را خود نگفتم. و بچه تو بیدین شدی بخی. گفت سحرش کردیم، او دختر گفت در یک جای دیگه است، مثلا این در او طرف مزار است، خب خانه شد عده مزار از کتل خیرخانه اوست، خانه از آدم در دیدانه است. گفت او دختر را سحر کردیم، امروز باید اینجا بیا. یک هفته گفت کار جریان پیدا کرد. من گفت بیا بریم. چطور است؟ رفتیم، در مسجد بود، او هم طالب بود. دیدیم که دختر اموجا 6 تا بودیم که امو رسید. حالا دختر میگه غیر از این دیگه هیچ کس نمیگیرم، بیا بس. تو یک بار من دیدم که تو واه بسیار، گفتم تو خراب شدی. دودی داده بود، دودی گفت در روز هفتم دودی را که کردی خلاص خودش میاد. این تو سحر هم میکنه، ولی عقیده کسی قوی باشه کم تاثیر میکنه، به او درجه نمیتونه. کسی پای وقت نماز بخونه، از کار صبح شام بکنه و دیگه احکام اسلام انجام بده، هیچ. الحمدلله من تعریف نمیکنم، خود مردم میگن سر من زیاد سیر کردن. خب همین نزدیکای ما دیگه شلا میگم چرا میخواستن که یک کار شوه. باز خودش گفت که سر تو بسیار سیر کردیم، پیش مولا رفتم، گفت تاثیر نمیکرد. گفت مولا را گفتم خدا بیخته بکشه، چند تا را تعویض دادی تاثیر کردی، چرا نمیشه؟ میگم مولا گفت که والا سر یمی تاثیر نمیکنه. بچم چرا چیگم؟ گفت چند بار جادو کردیم، دودی زیر آوردیم، زیر سرت ماندیم، تعویض یا تاثیر نکرده. من گفتم من الله حفظ میکنه، همین ذکر و همین چیزا الله حفظ کرده. رسول الله صلی الله علیه و سحر شده، خود در حدیث بخاری است، ولی زیاد تاثیر نکرده بود. رسول الله میگه که در خیالم یکم گپ میامد، کم کم فکرش تغییر دادم. اگر او سحر بدگاه میکرد جا به جا میکشتش. خب سر رسول الله کم فکرش تغییر دادم. کسی عقیدهش محکم باشه کم تاثیر داره.
ولی تاثیر داره باذن الله. اینجا میخوانید شما باذن الله. اقسام سحر است و چی است. ما درباره سحر گپ زدیم، به خیالم ثبتم شده در درسای سابقه است. خب علامات ساحرات چیست، چند نوع سحر است، اگر میخواستین اونو رو ببینید. باز چند نوع سحر است و جادوگر چطور است، نشانیاش چی است. ولکن الشیاطین، لیکن شیطان ها چی کردن؟ و ما کفر، سحر سلیمان کفر نکرد، شیطان ها کفر کردن. یعلمون الناس السحر، برای مردم سحر یاد میدن. و ما انزل علی الملکین ببابل و هاروت و ماروت. و ما انزل، اکثر مفسرین میگه که عطف است به بالای و ما تتلو الشیاطین. ما موصول است، نافیه نیست. و تبا تابعداری کردن آنچه که شیطان ها میخواند در پادشاهی سلیمان علیه السلام. و تبا تابعداری کردن ما انزله، آنچه که نازل شده بود به بالای دو ملائکه در شهر بابل عراق، هاروت و ماروت. نام یک هاروت بود، نام دیگهش ماروت بود. خب این چی تابعداری کردن؟ مملکتش بابل میگه در زمین کوفه است. الله اینا را امتحانا روان کرده بود. اینا سحر و معجزه گرد خورد. الله دو ملائکه روان کرد که به مردم نشان بده که اینی قسم کار سحر است، این معجزه است که فرق کنند. ولی این مردم سحر یاد گرفتن. باز برشان میگفت چیزا را یاد نگی، اگه یاد بگیری باز کافر میشی، ما امتحان هستیم. اینا میگفت نه او کار نمیکنم، باش یاد بگیرم. که یاد میگیرم میرفم اون کارم میکنم. مثل که مثلا یک کسی میگه که کسی 1 روپیه بده 2 روپیه بگیره سود است، شاگرد بشنوه باز برم اون کارا بکنه. میگه بیام این کارا بکنم. یا همینطور کردن. و ما انزل تابعداری کردن آن چیزی که نازل شده بود با بالای دو ملائکه در شهر بابل، کوفه، عراق، هاروت و ماروت را. و ما یعلمان من احد، تعلیم نمیدادن امی دو ملائکه من احد، هیچ کسی از اینا را، از امی یهودی ها را، حتی یقولا، تا این که میگفتن و نصیحت میکردن. چی میگفتن؟ انما نحن فتنتون، جز این نیست ما امتحان هستیم. نصیحتشان میکرد. خب ما امتحان هستیم، فلا تکفر، تو کافر نشی. یعنی این سحر استعمال نکنی برای ضرر که کافر میشی. به سبب ازی کسی که یاد بگیره تا که ضرر از مردم دور بکند، این خود نجات میافت. کسی که یاد بگیره که برای مردم ضرر برساند، اگر سحر یاد میگیری این طور است بفهمی، خدا نگاه کنی که کار نکنی و اینی سحر است، خوب است به خاطر نجات. اگر نیکی کار میکنی باز خطرناک است. یا چی میکردن؟ فیتعلمون، یاد میگرفتن منهما از این دو دانه، ما یفرقون به بین المرء و زوجی، آنچه که جدایی میانه در بین شخص و خانمش یا شوهرش. از علم سحر تفریق بین الزوجین، جدایی در بین زوجین، این بسیار خطرناکش است. یا می کارم میکردن. در حدیث هم میگه شیطان تخت خدا میمانه، میگه برین بیاین نیروها بیاین، کلگی میگه چی کار کردی؟ یا خورترک دور ششته. میگه تو بیا چی کردی؟ میگه باش میگه کارک که کردیم. میگه من در بین خانم شوهر جدایی آوردم. میگه آها، بعد از یک تاش پوشی میکنه یا چند تا مدال برش میده. میگه آفرین، زن و شوهر جدا کردیم. میگه آ جدای شد. این بسیار گناه کلان است. خب حالا ببینید توسط سحر نه که با ما را انداخته میره، مادر اوسو میکشه و طفل ایسته، توسط بم مردم جدا میکنه. و ما هم بدارین. اینجا سوال پیدا میشه که سحر مستقل است، تاثیر داره؟ الله میگه نه، نبودن اینا ضرر رسانیده، استعمال سحر میکردن، هیچ کسی را ضرر نمیتونست برساند الا باذن الله، مگر آنچه که الله میخواد. الا اذا شاء الله، اگر الله میخواست میشد، نمیخواست نه. پس از این فهمیده میشه کسایی که اعتماد توکل به الله دارن سحر سرش تاثیر و نمیکنه. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، یاد میکردن اینها چی به تعلم سحرشان؟ آنچه که ضرر میرسانید نفع نمیرسانید. یعنی توسط سحر اینا ضرر حاصل میکنن نه نفع. پس هر علمی که به ضرر انسان باشد در او منفعت نباشه و حرام است یاد گرفتنش. علمی را یاد بگی که یا فایده دنیا داره یا آخرت. اگر فایده ندارد یاد گرفتنش حرام است. یا امو بخش های سحر یاد میکرد که ضرر بود. فلسفه و میتوس، فلسفه هیچ فایده نداره غیر از ضرر. خب این مردم فلسفه را خوانده میرن. ولی از اون یک علم تجربی است که یک کامپیوتر بسازی، یک کار کنی، موتور بسازی،
هیچ. اون تو خوانده برو فلانی تو کت، فلانی تو کت، این تو بسیار ضرر محض است. طلب امون ناجایز است. اکثریت علما میگن ناجایز است فلسفه خواندن، ولی ما نمیفهمیدیم، بسیار خواندیم. 4 سال عمر خود در فلسفه تیر کردیم. ما را میگفت کسی فلسفه را بخواند، سلم و قاضی و عبدالله و قطبی و چی را، این بسیار درجهش خوب عالم میشه. ما میخواندیم، پسند دیدیم هیچ. اگر 3 سال کامپیوتر میخواندیم، دیگه کارا علوم دنیایی را میخواندیم که مفید بود، بسیار با فایده ما بود. این وضع از اون بسیار چیزا را کارا را میکردیم، ولی چیزایی را یاد داد. از اون که زبان انگلیسی را یاد میگرفتیم، بسیار خوب بود. خب از همین چی کردم، بسیار گپا ده علم ده انگلیسی آمد، خب ولی نکردیم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. میفهمید یهودیا میش فهمیدن کسی کتاب الله را باند، سحر یاد میگیرند. لمن اشتراه، کسی که انتخاب کنه سحر کتاب الله را باند، ما له فی الاخره من خلاق، هیچ حصه در آخرت ندارد، حصه جنت، محروم است و در جهنم میره. الله میگه ولا بئس ما شروا، بد بود آن چیزی که اینا فروختند نفسای خدا را، سحر گرفتند. لو کانوا یعلمون، اگر برای از اینا علم می بود، ادراک می بود که آینده از این ضررش عاقبتش خراب است، یک فایده زورگذر است، یعنی علم خداست، اگر می حقیقت در قلب خدا جای می دادن، عمل می کردن، یا سحر کار سحر نمی کردن، جادو را. ولو انهم آمنوا واتقوا، حال دعوت می تاگه کسایی که سحر یاد گرفتن ایمان می آوردن به الله، از عذابش می ترسیدن. لمثوبة، حتمی ثوابی که الله به اینا میداد، جزایی که الله بر از اینا میده من عند الله، از جانب الله، خیر، ای افضل بود، بهتر بود از اون چیزایی که سحر یاد کردن. لو کانوا یعلمون، کاش که اینا حقیقت ضرر سحر یاد میکردن و درک میکردن. پس سحر به نزد علما کفر است، عملش صرف در نفس یاد گرفتنش اختلاف است، بعضی میگه حرام است و بعضی میگه اگر به خاطر دفع ضرر باشد جایز است. ولی سحر، جادوگری ای کار یهودی ها بوده. الله ما شما را نجات بده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آیت 104 سورة بقره. در آیات قبلی الله متعال واقعی یهودیان را بیان کرد. 3 گروه کلان بودن یا 3 قبیله کلان که در مدینه زندگی میکردن، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. پیش از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه بیاید، اینا بشارت میدادن دیگران را که ای تو نبی آخر زمان آمدنی است و ما به همراه از یک جای میشیم، باز به همراه شما می جنگیم. مشرکین می ترساندن با آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله آمد در مدینه، ریاست و اقتدار از پیش از اینا گرفته شد، رئیس دولت شد رسول. اینا دشمنی را شروع کردن، با وجود که رسول الله صلی الله علیه و آله شناختن که این حق است، قرآن شناختن، دیده و دانسته کفر کردن، انکار کردن، اولین کافر اهل کتاب شدن. الله متعال قباحات از اینا را بیان کرد. اولی که ما خلافت به اینا داده بودیم، بسیار نعمتها را برشان دادیم که ما هر نعمت معجزه هم بود، خواندیم، من و سلوا، شق البحر و غرق فرعون و دیگه کل از این هم معجزه بود و هم نعمتها. زمانی که قباحات و صفتهای کفری و شرکی در اونا پیدا شد، کتاب الله را پشت سر انداختن، الله متعال خلافت از اینا گرفت و بالاخره به درجه کفر رسیدن.
یعنی اینا اول کتاب داشتن، نبی داشتن، حکومت دنیا پیششان بود. قسمی که موسی علیه السلام میفرماید و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای قوم نعمت الله را بالایتان یاد کنین، اذ جعل فیکم انبیا، وقتی که الله در بین شما انبیا را پیدا کرد، و جعلکم ملوکا، پادشاهی دنیا را برتان داد. امی داوود علیه السلام از قوم از اینا، سلیمان علیه السلام، موسی علیه السلام، بسیار انبیای دیگر تا عیسی علیه السلام حکومت دنیا را به اینا داده بود. ولی زمانی که اینا عهد شکنی کردن، امر نهی الله را عملی نکردن، الله متعالی نعمت به عذاب تبدیل کرد، آخری درجه شان به کفر رسید. یک گناه را که میکنی، یک گناه به دیگه گناه، به دیگه گناه انسان را میکشن. انتقادها کردن. یک دلیلشانی بود چرا شما ایمان نمیارین؟ میگفتن به خاطر قرآن جبرئیل میاره. الله در قرآن روح الامین یاد کرد و چند جای گفت جبرئیل دشمن پدرای ماست، اخبار عذاب آورده، میشه عذاب میاره، اگه اسرافیل بیارد باز ما قبول میکنیم. الله سرشان رد کرد. دوم انتقادشانی بود که درباره سلیمان علیه السلام که اینا میگفتن سلیمان نبی نبود. چرا؟ به خاطر که سحر میکرد، جادو میکرد و پادشاهیش به سحر و جادو روان بود. اون پادشاهی خارق العاده داشت، خلاف عادت که ما برتان گفتم که سر جنیات حکومت داشت، سر پرنده ها، تختش در هوا می رفت، آهن نرم نمی شد در دستش، بسیار چیزا رو جور میکرد، آواز خزنده و پرنده ها را می شنید. اینا گفتن کل از این سحر بود و سحر خود کفر است. وقتی گفت سحر کفر است، پس سلیمان کافر شد علیه السلام. و توی را نبی میگی، پیامبر میگی، ما این را قبول نداریم. از این فهمیده میشه که خودت نبی نیست. دوم اگر میگی که نه سلیمان نبی بود، پس سحر جادو بوده، به خاطر که جادو میکرد. قرآن رد کرد که سلیمان السلام سحر نکرده، بلکه سحر بند کرد، کتابایش در زیر پای خود گور کرد، ساحرها را جزا داد. شما نسبت سحر به این چرا میتین و نسبت کفر به این میتین؟ سحر در اسلام ممنوع است، حرام است، بعضی حالاتش به کفر میرسه. ولی سلیمان نبی بود، سحر بند کرده، بلکه شما تابعداری ساحرها را کردید. از هاروت و ماروت ما شما بیان کردیم که اینا تابعداری سحر را کردن که در زمانه سلیمان علیه السلام شیطان ها بیان میکردن. دوم تابعداری چیزهایی که در شهر بابل عراق هاروت و ماروت بود، او را تابعداری کردن. هاروت و ماروت خو واقعیتش همیست که الله اینا را روان کرده بود که چون که ساحرها اقسام سحر رواج دادن و حتی بعضی فکر میکرد که می ساحرها خودشان نبی است، پیامبر است، کارهای خارق العاده میکرد و دوام میکردن که اینا ما نبی استیم، اینا معجزه ما این نیست، یک کار خلاف عادت نشان میدن. ملائکه را الله روان کرد که فرق در بین سحر و معجزه بکنند. با سحر هم میگفت که سحر اینی توی تو است، معجزه ای قسم است. ولی اینا می آمدن از ملائکه سحر یاد می گرفتن. ملائکه فقط بینمی خاطر بود، هاروت و ماروت. یکم روایت ها هست، بعضی آوردگیش روایت های ضعیف است، ثابت نیست، محققین محدثین ردش کردن که میگن هاروت و ماروت دو ملائکه بود که یک قصه بیان میکنن، بعضی هم قصه را بیان میکنن. میگه ای گفت که چرا انسان ها گناه میکند؟ میگه الله متعال برش گفت که به خاطر که یا نفس دارن، شیطان دارن، به این خاطر. اینا گفت نه، نفس و شیطان نباید اینا را به گناه بکشانه. اگر ما هم نفس شیطان داشته باشیم گناه نمیکنیم. میگه الله متعال برشان گفت که خیر، من شما را صفات انسانیت برتان میتم، برین در دنیا، یا شهوت برتان میتم، شهوت و نفس، برین در دنیا و امتحان بتین. در دنیا که آمدن قاضی شدن، همین دوتا قاضی که شدن، یک زن زیبا آمد و گناه کرده بود و این میخواست قانون رو به بالاش تطبیق کند و گفت که نه، و زن گفت که قانون سر ما تطبیق نکنین، ما به امرایتان همی عمل بد انجام میدم. اینا گفتن که خود سعیس میبینیم و بالاخره ارتباطشان قوی شد و قوی شد تا ای که یک جای جدا شدن اینا.
جدا شدن، باز یا تقاضا کردن که ما هم یه عمل انجام بدیم. اونا گفتا که شما شراب نخورین، اون یک دشمن مدار موره نکشین، ما به امرایتان این کار نمیکنم. باز اینا شراب هم خوردن و آدم هم کشتن، باز به امرای زنا کردن. که زنا کردن، باز خود می زنی که به امرایش زنا شد میگه این ستاره زوره شد، رفت دعوا. یا دیگه ماندن، الله متعال دیگه ملائکه رو روان کرد که نگفته بودم که شما اگر مثل انسان شاینی تو گناه میکنید؟ گفته بودی چطور کنیم؟ گفت دنیا را عذابش انتخاب میکنین یا آخرت؟ گفتن دنیا را، از سخت از آخرت. بعد از گفتم یک چاه است در عراق شهر بابل، همونجا به کلا ویزان شدن، حالی هم در چاه میگه است تا قیامت به کلا ویزان است. سابقا یکم تا میگه ما رفته بودیم دیده بودیم نشان که به کلا ویزان بودن، حال نیستن میگه در مسابقه بودن. میگه اینی توی قصه میکنن. این قصه که است گفتیم که اگر که در بعض جای آمدگیست ولی رد شدگیست، اسلام میره رد کرده این قصه را، احادیث صحیح نیست، محققین محدثین تمامنش این روایت را رد کردگیستن. پس در این روایت از چند جهت مردود است. یکی که ملائکه معصوم هستند. الله در قرآن بسیار جاها می فرماید که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، سوره تحریم. نافرمانی الله را نمیکنن آنچه که الله امر کنه، و یفعلون ما یؤمرون، با آنچه که مأمور هستند انجام میدن. بسیار آیات های دیگه است که در و ما ننزل الا باذن الله، اونا میگن ما نازل نمیشیم مگر به اجازه الله، ما با اختیار خود کدام کاری را کردن هم میتونیم. اسمت ملائکه در قرآن بسیار آیات ها ثابت است. دومی که اینا آمدن این کار کردن، بازی ای زن خود زنا کرد، چطور رفت ستاره شد؟ و در حالی که ستاره زهره این میلیون ها و میلیارد ها سال پیش وجود داشت. حالا نگاه ساینسی هم معلوم است این ستاره نه که ای زن خود نو بوده. این تو نیست که این ستاره در این وقتا پیدا شده باشه. ستاره زهره همی که در شام نو یک در روشنی میته میره میگن نو یک ستاره که میبره. و دیگه ای که اینا قاضی شدن و باز ای تو کارا کردن و شراب خوردن، باز یک به کلا ویزان باشن. این قصه صحیح نیست، قصه اسرائیلی است. و اسرائیلی زمانی که هر واقعی که خبر اسرائیلی بیان شود، اگر قرآن ردش کرده باشه مردود است، مگر که در قرآن باشد مفهومی یا در حدیث باشد. اگر قرآن رد کرد مردود است، اگر قرآن تایید کرد یا احادیث رسول الله با تایید است. اگر قرآن نه رد میکنه نه تایید، دین ما شما قرآن و سنت رد تایید نمیکنه، سکوت است. ولا تصدقوه ولا تکذب، نه تصدیق میکنی نه تکذیب. ولی این قرآن رد کرده، این واقعا رد شده است، در مخالف اسمت انبیا است. آلی الله متعال در آیت ایره می فرماید که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین خبردار، لا تقولوا راینا، نگوین کلمه راینا را، و قولوا انظرنا، بگوین که نظر کو به طرف ما، واسمعوا، بشنوین قبول کنین، وللکافرین عذاب علیم، از برای کافرها عذاب دردناک است. در آیت الله متعال رد میکند به یک قباحت دیگه یهود. و اینایی بودن که انتقاد کردن. این بدبختان در مجلس رسول الله صلی میششتن، منافقین در بینشان بود، یهودیا که میششتن، باز میگفتن که این نبی را میششتن در مجلس در درس بود، احادیث یا قرآن بیان میشد. پیامبرم که گپ میزد، باز اینا میگفتن راینا یا رسول الله، راینا ای رسول الله، راینا، رایت ما را بکو، با ما توجه بکو، آهسته آهسته بگو، یا گپ تا تکرار کو، ما نمیفهمیم، مصلحت ما را در نظر بگی. کلمه راینا همیست، در بیان درس لحاظ ما را بکو، آهسته بگو، چند بار تکرار کو، ما بسیار گپ از او نمیفهمیم. این هدفش. ظاهر لفظ این معنا را میده. اما وقتی که در بین خود می رفتن، باز می گفتن که نه ما پیامبر توهین کردیم، پیامبر نفهمید. چطور توهین کردیم؟ راینا، اونا می گفتن راینا خود چند معنا داره. یک معنیش رونت
گرفته شده از رونت به معنای حماقت، احمق بودن. یعنی ما اینا میگیم که ای احمق ما، ای بیعقل ما، ای لودی ما، رعایت ما رو و این نمیفهم. وقتی که گفت ما میگیم، صحابه هم میگه، فکر میکرد که صحابه که اینا اهل کتاب هست شاید این لفظ خوب باشه و هم میگفتن یا رسول الله راینا. اینا مسلمان هم میگفت اینا، اما اونا معنای غلط استفاده نمیکردن، اینا میکردن. این دو معنا داشت. راینا یا از رعایت گرفته شده و ما لحاظ ما را بکن، با ما توجه بکن، یک معناش. دو معناش از رعونت. سوم معناش راعینا، چوپانمه، ای چوپان ما. یکی از خدای مصر هم را بود، نامش را بود، با معنای ای معبود اکبر. یعنی چندین معنا داره. الله متعال منع کتیره. اینا انتقاد کردن که این پیامبر وقتی که ما میگیم که راینا ما را منع میکند، خود تابعدارش که میگه اونا را چیز نمیگه. رسول الله من نشان کرد که نگوین. الله یه روان کرد، کل را خطاب کرد کلمه راینا را نگوین. چرا؟ این کلمه را نگوین به خاطر که معنای صحیح هم داره، معنای غلط. کافر معنای غلطش استفاده میکنه، مومن معنای صحیحش. پس یک لفظی که چند معنا دارد و انسان در فتنه میپرته، او استعمالش ممنوع شد. حال لفظی که چند معنا داره، انسان در فتنه میپرته، یک کلمه، او در اسلام ممنوع است. اینا لمی شاعرها که شعر میگن المعنا فی بطن شاعر، معنا در اشکم شاعر. ظاهرش ببینید دو دشنامه، کفر شرکه. میگن باطنش اینطور است. از باطنش خبر داری یا نه؟ ای تو میگن. اینا لیره بفهمیم که هیچ کس حق نداره که یک لفظی را استعمال کنه که در اون معنای کفری و شرکی یا حرام باشه، حلال و حرام. باید الفاظی را انسان بگوید که واضح و روشن باشه. اگر یک کسی را دشنام داد، مثلا یک دشنام چتی، باز بگوید که هدف ما چیز پاک بوده، این قبول میشه؟ نه، این نمیطور است. حالی شعر میگه حافظ نه، بسیار شدگان میاد داره. با می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بخبر نبود ز راه و رسم منزل ها. این کلمات کفری است. با می شراب هم میگه سجاده، جای نماز رنگین کن، بخو چیش هم در جای نماز پرتو. اگر پیر مغان گفت برد، الله میگه شراب حرام است، میگه رنگین کن. در سر اونم شراب باز خودش هم میفهمه که شراب نجس هست. نه انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. اگر پیر گفت بکو، میگه بخو، باز در جای نمازی که شراب داره و نماز بخواد. چرا؟ که سالک بخبر نبود. سالک پیر میگه بخبر نیست راه و رسم منزل ها. راه و رسم منزل کجا هست میفهمه. اگر پیر کفریات هم برد گفت قبول کن. باز میگه سنما یارم 14 ساله است، در یک جای میگه حالی یار 14 ساله، مردم میگن یه هدفش خداست. توبه. الله را به مخلوق تشبیه دادن کفر است. الله میگه لیس کمثله شیء. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله بگه صحیح نیست، 14 سال رسول الله صلی الله علیه و 14 ساله نه. دیگه صنم، کلمه صنم بت میگه، اینا با الله استعمال کردن حرام است. دیگه اینی تو شعرها را یا میگن این حرام است، حق نداره، یا مولانا میگن بشنود نه چون حکایت میکنند، از جدایی ها شکایت میکنند. نه چی معنا؟ نه بسیار معنا گفته میره. یک تا مفسر اینجا ششته. نه این معنا، نه این معنا. که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن. نیستان چی است؟ قربان مولانا